صدا باشد شروع کنیم. صدا است؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، امروز با شما در یک موضوع خیلی هم مهم صحبت میکنیم که اون هم سوال خیلی کلیدی است که آیا جهان اسلام یا مسلمانان دائم باید در اطاعت یا زیر رهبری یک دیکتاتور زندگی کنند، یا اگر سوال را به شکل دیگر بگذاریم که آیا مسلمانان در عموم سزاوار آن نیستند که در یک کشورهای آزاد، در جامعه‌های آزاد با داشتن حکومت‌ها و رهبران مردمی، دموکراتی و کسانی که به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر اعتقاد دارند، آیا مسلمانان سزاوار داشتن چنین حاکم، چنین حکومت و چنین کشور نیستند؟ و آیا دین مبین اسلام در اینجا مقصر هست یا مشکلاتی که جهان اسلام دارد با مردم سالاری، با حقوق بشر، با داشتن حکومت‌های عوض شونده، پارلمان مردمی و اون جامعه‌هایی که امروز بشر بخصوص در قسمت نسبتاً پیشرفته خود با وجود آوردن، چرا در مسلمان‌ها یا چرا در جامعه‌های اسلامی ما این گونه حکومت‌ها و این گونه رهبران رو یا نداریم یا اگر داشته باشیم هم خیلی هم کم هست و اون هم با مشکلات زیاد. و این سوال‌های هست که خیلی وقت ذهن اندیشمندان مسلمان رو با خود مشغول داشته است و اندیشمندان، متفکرین، علما و سیاستمداران زیاد در اطراف این موضوعها بحث و بررسی میکنن و این بحث و جدال یک سال و 2 سال نیست، شاید که حداقل 50 سال اخیر در دایره کارشناسان، در محفل‌های علمی، محفل‌های دینی و سیاسی خیلی هم رایج است، بحث می شود و یک عده بر این نظر هستند که اسلام، دین مبین اسلام و فرهنگ جامعه‌های مسلمانی سازگار برای داشتن یک کشور، یک حکومت و یا یک رهبری دموکراتی و آزاداندیش نیستند و مسلمان‌ها باید همیشه در زیر رهبری یک دیکتاتور با دست قوی آهنین به اصطلاح و با مشت و لگد با اون فضای خفقان زندگی کنند و باید همیشه اطاعت از رهبران ظالم خود کرده باشند. اگر یک حکومت دموکراتی، یک حکومت مردمی آمد، یک حالت بی‌ثباتی، بی‌سامانی جامعه را فرا میگیرد، چون مسلمان ها فرهنگ یا عنعنه زیستن در چارچوب قانون با رعایت حقوق بشر و داشتن مطبوعات آزاد، جامعه آزاد رو این رو ندارن. بخصوص این سوال وقتهای آخر بیشتر در دایره های اجتماعی و علمی مطرح می شود و هفته گذشته در یگانه کشور عربی که به این یا آن شکل یک نظام دموکراتی داشت و همزیستی مصالحت آمیزی نیروهای سیاسی، اندیشه‌های گوناگون و احزاب و گروه‌های گوناگونی هم دینی و هم دنیوی در این کشور همچون نمونه خوب نه تنها برای جهان عرب بلکه برای جهان اسلام و حتی فراتر از آن در قاره افریقا و برای کشورهای جهان سوم نشان داده می‌شد. این هم باشد کشور تونس است که بعد از انقلاب مردمی که در سال 2011 صورت گرفت، یک دیکتاتور را از قدرت دور کردند و مدت 10 سال در این کشور واقعا هم یک فضای آرامی و انتخابات شفاف و یک حزب از قدرت می رفت، حزب دیگر می آمد، 2 پرزیدنت هم 3 پرزیدنت عوض شد در این مدت، البته پرزیدنت ها در نتیجه انتخابات های دموکراتی
و همیشه این کشور تونس همچون نمونه خوبه برای مسلمانان نشان داده میشد. اما اخیراً در این کشور یک حادثه های رخ داد و رئیس جمهوری که 1 سال پیش انتخاب شده بود با یک قرارهای استثنایی خود هم فعالیت پارلمان را متوقف کرد و هم سروزیر را به استعفا فرستاد و هم به خود صلاحیت ها و مسئولیت ها و حقوق های زیادی را هم از حاکمیت قانونگذار و هم از حاکمیت اجراییه و حتی خود را پروکرور جنرالی تونس هم اعلان کرد و دلیل های هم آورد، نشان داد به مردم تونس و به جهانیان که چرا این کار کرد و گفت که حکومت عمل کننده نتوانسته ایستاده از پیش روی کرونا ویروس را بگیرد و در کشور شماره مبتلایان کرونا ویروس زیاد می شود، بحران اقتصادی روز به روز عمیق‌تر می شود در کشور و پارلمانت و حکومت با رهبری سروزیر نمی توانند پیش روی این مشکلات مردم را بگیرند و پرزیدنت مجبور شد که برای برقرار کردن ثبات و مبارزه با کرونا ویروس و مبارزه با فساد دست به چنین یک قرارهای استثنایی بزند و او گویا دلیل داشت برای آنکه با استفاده از ماده 80 کنستیتوسیون تونس این قرارها قبول کند. اما بلافاصله هم ایده از سیاستمداران، حزب‌های سیاسی و خودی حکومت، سروزیر، رئیس پارلمانت با مجموعه اکثریت وکیلان مجلس و کارشناسان زیادی داخلی و خارجی از آن جمله رهبران کشورهای غربی هم این اقدام‌های رئیس جمهور تونس را یک عمل نه چندان لازم دانستند و خطرناک برای کشور، زیرا اون در اون تمایل به سمت دیکتاتوری دیده می شود که یک نفر در خود قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت شاخه حاکمیت سودی و قانونگذار را در مجموع در دست خود میگیرد و تبدیل می شود به یک دیکتاتورهایی که در کشورهای دیگری عربی و در مجموع در جهان اسلام و در کشورهای جهان سوم هستند. و آهسته آهسته این تجربه خوبی دموکراتی تونس هم در پیش چشم مردم، نه تنها مردم تونس بلکه جامعه جهانی دارد از بین میرد. اما این نکته رو هم باید بگم که هنوز هم کار به اون حد نرسیده است که مثلا ما بگیم که نه دیگر در تونس هم تجربه دموکراتی جواب نداد و بالاخره در جهان اسلام، در جهان عرب به خصوص امکان ساختن یک جامعه دموکراتی با داشتن یک رهبری مردمی آزادمنش وجود ندارد. من امید دارم، البته باوری زیاد ندارم، اما امید دارم که هم تلاش‌های مردم تونس و هم به خصوص رهبریت پارلمان تونس با رهبری رئیس حزب نهضت اسلامی تونس استاد راشد غنوشی و دیگر سیاستمداران به خصوص احزاب سیاسی دیگر که شاید با حزب نهضت تونس مشکلی دارند، رقیب هستند، اما دل آنها برای کشورشان میسوزد، برای حقوق بشر، دموکراسی و اون تجربه خوبه که تونس در این 10 سال کسب کرد، دلشون به این تجربه میسوزد و نمیخواهند که تونس هم تبدیل به یک کشور غیر دموکراتی و دیکتاتوری شود. اونا هم تلاش خود را کرده ایستادند. شاید این تلاش‌های داخلی و خارجی باعث شود که رئیس جمهور تونس قیس سعید اون برنامه نهایی که دارد، میخواهد حکومت رو در تونس در دست خودش جمع کند و تونس رو تبدیل بدهد به یک مصر یا به لیبیا یا خدای نکرده به کشورهای دیگر دیکتاتوری، شاید نتواند به این هدف نهایی خود برسد. اما هر چی شدنش امکان دارد، چون رئیس جمهور تونس هم پشتیبان‌های قوی دارد، بخصوص در کشورهای خلیج فارس که اونها اصلا تجربه دموکراسی، حقوق بشر، انتخابات، پارلمان اینها را ندارند و خیلی هم میخواهند که در تمام جهان عرب هیچ کشوری وجود نداشته باشد که در اون مردم بتوانند با رأی آزاد خود رئیس جمهور، رهبری خود، حکومت و پارلمان را انتخاب کنند. و هر چقدر که جهان عرب و جهان اسلام بسته باشد، در اون تجربه دموکراسی نباشد، همون قدر به نفع این دیکتاتورها و به نفع کشورهای هست که پول دارند، پول نفت و گاز خدا داده است، خب از زمین میگیرن، اما از لحاظ علمی، تکنولوژی، حقوق بشر و دموکراسی خیلی قفا ماندن و نمیخواهند که این تجربه خوب یگانه در جهان عرب در تونس سالم باقی بماند. دقیقاً مثل همون که ما تاجیکان
در سالهای 90 خواستیم یک تجربه دموکراتی و انتخابات آزاد را در تاجیکستان راه اندازی کنیم و اولین انتخابات دموکراتی هم برگزار شد. انتخابات خوبی پرزیدنتی میشد و یک حکومتی آمد، حکومت مراسای ملی که در آن نماینده همه حزب‌های سیاسی بود. این طبیعی است که برای همسایه کشورهای ما چندان معقول نبود، به خاطر آنکه این تجربه میتوانست به دیگر کشورها بگذره. دیگران بگن که پس ما ازبک‌ها از تاجیک‌ها چی کم داریم که آنها یک انتخابات آزاد دارن، ما نداریم. قزاق‌ها، ترکمن‌ها و حتی در روسیه هم. بنابراین دستجمعانه این تجربه خوبی ما تاجیکان رو برای ساختن یک دولت ملی آزاد سرکوب کردن که 30 سال می شود ما عاقبت‌های تلخی اون رو همه روزه میچشیم و دقیقاً همین سرکوبگری رو برای از بین بردن تجربه خوب تونسی‌ها بعضی کشورهای منطقه و اطراف میخواهند استفاده برند. اما برگردیم به سوال اصلیمون که اگر این تجربه تونس بالاخره ناکام شود، ما آیا به این نتیجه نمیرسند جهانیان و به خصوص ما مسلمان ها که اصلا دموکراسی برای ما مسلمان ها سازگار نیست؟ ما باید دیگر درباره داشتن پارلمانتی آزاد، انتخاباتی آزاد، درباره داشتن رئیس جمهوری که از طرف مردم انتخاب می شود و داشتن رسانه های آزاد، جامعه دموکراتی، حقوق بشر، در این باره باید اصلا فراموش کنیم، این را افسانه بدونیم و دیگر تن به تقدیر بسپاریم که باید در کشورهای ما همیشه یک دیکتاتور باشد با قبضه آهنین، با قمچین بالای سرمان و این انتخابات ها را فقط برای به چشم مردم، به چشم جهانیان خاک پاشیدن به طور ساخته برگزار کنیم. اصلا هیچ کس به انتخابات اعتقاد ندارد، باور ندارد، اما میگن خب دیگه لازم است برای آنکه در عصر 21 اگر مثلا رئیس جمهور از طریق انتخابات انتخاب نشود، بگذار دروغ هم باشد ولی یک انتخابات برگزار کنیم، مردم بیاین گویا رای داده ایستادن و در آخر اعلام شود که 80%، 70%، بعضا 90% مثلا همون رئیس جمهوری عمل کننده رای آورد یا همون حزب حاکم رای گرفت و 40 سال، 50 سال، 70 سال هیچ چیز تغییر نمیکند. همون یک آدم رئیس جمهور، یک حزب، خانواده، فساد، پاره‌خوری و مهاجرت. این مگر تقدیر و نصیب ما مسلمانان از سیاست، از دولتداری، از جامعه داری همین است؟ و واقعا این سوال‌های هست که در ذهنی همه امروزها میچرخد، بخصوص بعد دو حادثه، یکی پیروزی نسبی طالبان در افغانستان و یکی شکست دموکراسی در جهان عرب، بخصوص در جهان اسلام، در کشورهای عربی. در ذهن بسیاری از جوانان این سوال را با وجود آورده است که ما چرا با دموکراسی بازی کنیم؟ چرا فریب چنین یک دروغ، یک افسانه را مانند دموکراسی بخوریم، انتخابات های آزاد، در صورتی که میبینیم که نتیجه ندارد. شما هر چقدر دموکراتی تر هم باشد، مثلا یک حزب سیاسی هر چقدر دموکراتی تر هم باشد، از حزب نهضت اسلامی تونس دموکراتی تر شده نمیتواند، چون اونها در عمل اثبات کردن در این 10 سال. اگر بعضی از منتقدان حزب و حرکت‌های اسلامی مثلا دلیل بیارن کشورهای دیگر رو مثل سودان، حتی مثل مصر، اخوان المسلمین رو بعد 1 سال از قدرت دور کردن، میگن که اگر، یعنی دلیل میتراشن که اگر سیسی این کار رو نمیکرد، شاید بعد 2-3 سال دیگر مرسی دقیقاً همین کار رو میکرد، دیگران رو از صحنه دور میکرد و خودش یکتاز میشد. بنابر همین سیسی پیش دستی کرد و آمد مرسی رو، رئیس جمهوری منتخب مردم رو زندانی کرد و کشت و 4000 آدم رو در قاهره به تیر کشید و میگن خب احتمال داشت. اما نهضت تونس در قدرت بود، در انتخابات اولین پارلمانی قدرت رو گرفت، سروزیر از حزب نهضت بود، در انتخابات بعدی بای داد و به حزب ندای تونس و حزب دنیوی انتخابات رو باخت و قدرت را قبضه نکرد، در دستش نگاه نداشت، رفت با استعفا، گفت که اکنون ما که باختیم اپوزیسیون میشویم. 4 سال در اپوزیسیون بود و در انتخابات بعدی تقریبا 1 سال پیش باز از نو اکثریت را در پارلمان گرفت. یعنی اثبات کرد در عمل که یک حزب اسلامی است که با روش دموکراتی عمل میکند، اعتقاد دارد به حقوق بشر، به انتخابات آزاد، به
تغییر خوردن حاکمیت در نتیجه انتخابات اعتقاد دارد و در عمل این را اثبات کرد و رعایت هم کرد. اما این کمکش نکرد. بالاخره دیدن که حزب نهضت اسلامی تونس رو با انتخابات شکست دادن دشوار است. اگر یک مرتبه هم شکست بدیم ممکن مثل هر کشور دموکراتی دیگر باز در انتخابات بعدی پیروز می شود. پس یگانه راه این نموند که با اقدام‌های غیر دموکراتی، با هر بهانه، با استفاده از بعض نازکی‌هایی که در کنستیتوسیون هر کشور هست بیایم این حزب رو از صحنه دور کنیم، تجربه پارلمانتی و تجربه دموکراتی انتخابات آزاد را کنار بگذاریم و کشور را تبدیل بدهیم به یک کشور دیکتاتوری فقط به بهانه آنکه در کشور کرونا ویروس زیاد شده است. مگر در کشورهای دیگر کرونا ویروس زیاد نشده است. در آلمان، در امریکا، در چین امروزها خبر میرسد که کرونا ویروس، در تاجیکستان ما چقدر مردم مرده ایستادند، ولی برای رحمانوف این هیچ بهانه نیست که اقلا مارشروف را قطع کند. در تونس با بهانه زیاد شدن کرونا ویروس حکومت را عوض کرده، سروزیر از قدرت دور شد، پارلمان بسته شد و پرزیدنت دلیل دارد میگه کرونا ویروس زیاد شده است و حکومت کاری نمیکند. امروز در کشور ما هم مثل تونس کرونا ویروس زیاد شده است، اما پرزیدنت به جای آنکه بیاد پیش روی مارشروف را بگیرد، این برایش هیچ بهانه نیست، مارشروف که ادامه پیدا کرده است. پس اینا همش جز بهانه، چیز دیگری نیست. و همونطوری که در اول صحبت گفتم که از یک طرف در افغانستان این حادثه و از طرف دیگر در تونس بسیاری از جوانانی که با ما می نویسند، صحبت میکنن، زنگ میزنن، میگن که ببینید شما یک وقت یک نیروی سیاسی بودید که در اختیارتون سلاح بود، 10,000 مجاهد داشتید، بعد قدرت داشتید و با واسطه همین سلاح و با واسطه همین قدرتتون صلح را بالای رحمانوف تحمیل کردید، بالای پرزیدنتی عمل کننده اون وقت رحمانوف بود، حالا امام علی رحمان، و او صلح را قبول کرد، برگشتید به کشور و از روزی که سلاح را سپاریدید وارد انتخابات شدید و مبارزه های سیاسی مصالحت آمیز، انتخابات های شما را تقلب کردن، رأی شما را دزدیدن، مردم همش دید. حداقل من در انتخابات سال 2010 تمام دلیل ها، پروتکل ها را داریم که نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز انتخابات بود، اما چی فایده کرد؟ و رحمانوف انتخابات ها را دزدید، تقلب کرد و امروز نهضت اسلامی تاجیکستان را فقط برای آنکه سلاح ندارد و میخواهد که در تاجیکستان کشوری دیکتاتوری نباشد، حکومت از پدر به فرزند نگذارد، ما را زندانی کردن، نابود کردن، از صحنه دور کردن. در صورتی که در افغانستان همسایه نیروهای سیاسی سلاح را همچون کفیل قدرت و کفیل در صحنه زنده بودن استفاده میبرند. طالبان هیچ وقت دعوای دولت دموکراتی و حقوق بشر را نداشت، برخلاف ما که همیشه این دعوا را داشتیم و هنوز هم داریم و به این پایبند مانده ایم. ولی امروز وقتی که طالبان در افغانستان پیروز می شود، کارش نتیجه می دهد. از طرف دیگر ما در تاجیکستان تجربه ما شکست می خورد، تجربه صلح و مصالحه و سلاح را سپاریدن و با راههای مصالحت آمیز و دموکراتی وارد سیاست شدن شکست می خورد. از طرف دیگر در دیگر کشورهای اسلامی مثل تونس و مصر و سوریه و در جهان عرب همه شکست میخورند. در ذهن یک جوان مسلمانی که واقعا میخواد در کشورش زندگی کند، کشورش رو دوست میدارد و میخواد در سیاست فعال باشد، در مثلا پسر پرزیدنت، مثل پسر وزیران دیگر، او همچون شهروند میخواد فعال باشد در چارچوب یک حزب سیاسی، در چارچوب یک حرکت سیاسی. اگر در انتخابات پیروز شد، رأی مردم را گرفت، دپوتات شود، وزیر شود، پرزیدنت شود. این آرزو و این حق را همه شهروندان در تمام جهان دارند، از آن جمله در کشورهای اسلامی هم. اما وقتی میبیند که نه، راهش بسته هست، اگر با طریق انتخابات و با طریق مصالحت آمیز و در چارچوب قانون رفتار کردن میخواهد، نتیجهش همون تاجیکستان میشود و تونس و مصر. یک دیکتاتور، یک پرزیدنت با هر بهانه‌ای که بخواهد و بتواند شما را نابود میکند، از بین میبرد، انتخابات رو تقلب میکند. اگر دست به سلاح بزند مثل طالبان یا گروه های دیگر، نامش میگذارند تروریست، اکستریمیست و این گویا که دست به یک کاری غیر قانونی زد. اما در نتیجه میبیند که همون نفری را که تروریست میگفتند،
او را در تمام رویخطهای بین المللی وارد کردن مثل طالبان، هم خودش پیروز شد در مبارزش و هم همون کشورهایی که اونها رو تروریست اعلان میکردن نوبت ایستادن برای ملاقات کردن با طالبان، از آن جمله حکومت جمهوری تاجیکستان هم. حتی طبق اعتراف خود طالبان در دوشنبه 2 سال باز آفیس هم دفتر هم داشتند. مسکو با آنها ملاقات میکند، چین ملاقات کرد، امریکا گفت و شنید میکند، حکومت افغانستان، دیروز حکومت آلمان هم در قطر با نماینده طالبان گفت و شنید کرد. پس این مسئله دموکراسی، مبارزه مصالحت آمیز و حقوق بشر، رعایت قانون چی می شود وقتی یک احزاب اسلامی و نه تنها اسلامی، اصلا احزاب اپوزیسیونی در تونس، فقط حزب نهضت اسلامی تونس نیست، حزب‌های دیگری دنیوی هم الان شکایت دارن، اونها هم در پارلمان بودن. در تاجیکستان ما هم مگر زید سعیدوف حزبش حزب دنیوی نبود، محمد روزی اسکندروف حزب دموکرات حزب دنیوی نیست، اینا همش اپوزیسیون هستند. اما اینا وقتی که میآیند در یک تنگنای قرار میگیرند که دیگر در بین این دو سوال دشوار میمانند که اگر پایبند به این ارزش‌های دموکراسی، حقوق بشر اینا هستند، باید که دیگر یک عمر تا آخر سرکوب شوند و به نتیجه برسند. اما اگر که مثل طالبان بیایند با قدرت، با سلاح از خودشون حمایت کنند، از ارزش‌هاشون حمایت کنند، حالا ارزش‌ها هر چی باشد، پس اینها پیروز هستند، موفق هستند. و این واقعا یک سوال خیلی سنگین هست، دشوار هست و منم چند روز هاست که اطراف این موضوع فکر میکنم حداقل و احساس میکنم که روز به روز عدد ما کسانی که باور داریم، من هنوز با هم باور دارم که مسلمانان میتوانند در یک کشوری دموکراتی با رعایت تمام معیارها و ارزش‌های حقوق بشر، دموکراسی و آزادی زندگی کنند، حق دارند، سزاوار هم هستند و برای این باید تلاش کرد. اما روز به روز شماره کسانی که به این اعتقاد دارند کمتر میشوند و حتی روزهای آخر به شدت در رسانه‌ها، در شبکه‌ها، در جهان اسلام ما میخوانیم، میشنویم که میگن که دیگر به این افسانه دموکراسی و حقوق بشر باور نکنید، چون غربی‌ها در اولین فرصت وقتی که نیروهای ملی و نیروهای اسلامی اگر پیروز شوند و سرکوب شدند، طرف اون دیکتاتورهای به نام دنیوی و فاسد را خواهند گرفت و این رو ما در تجربه الجزایر دیدیم، در مصر دیدیم، امروز شب و روزها در تونس میبینیم، در تاجیکستان خودمون دیدیم و جوانان ما را میکشاند به سمت دیگر. اما من دعوتم این است که ما نباید به این وضعیت و حالتهای موقتی داده شویم، باید که عمیق‌تر فکر کرد، تلاش کرد، مبارزه برد و واقعا باید اثبات کرد که ما مسلمان ها حق داریم، سزاوار هم هستیم، قربانی زیاد دادیم برای اینکه در یک جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد زندگی کنیم. اگرچه میدونم خیلی دشوار است و اما باید این مبارزه خود را، تلاش خود را ادامه بدهیم و از طرف دیگر به هیچ وجه کسانی که مجبور میشوند دست به سلاح بزنند، ناامید شوند از این عملها، از این نتیجه های منفی، اونها را دیگر تروریست، اکستریمیست و خشونتگران نام کنیم. چون بدانیم که مشکل اساسی نه در اسلام است، نه در مسلمان ها هست، نه در اون مردمی هست که مجبور میشوند دست به سلاح بزنند، بلکه مشکل اساسی در اون نظام امروزه موجوده بین المللی هست که متاسفانه پشتیبانی از دیکتاتورها میکند، پشتیبانی از کسی میکند که به هر راه و وسیله قدرت رو بگیر، قدرتت رو حفظ کن، مردم و جامعه مجبور میشوند که با تو همکاری کنند. همون طوری که مثلا در ترکیه، اگرچه من خودم چندان راضی نیستم از روش ها و رفتار حکومتداری امروزه مقامات ترکیه و شاید بیشترین تاجیکی که ضرر دیده است از این حکومت امروزه ترکیه خودی من باشم، چون من در ترکیه زندگی میکردم، با درخواست حکومت تاجیکستان مرا از ترکیه بیرون کردند، وگرنه من هیچگاه به اروپا نمی اومدم. اما باید نه به خاطر آنکه حالا حکومت ترکیه به من معقول هست یا نیست، اما خود این تجربه نشان میدهد که پس معلوم شد که اردوغان یک مقدار زیرکتر عمل کرده است از دیگران و حالا نه به اون حد دیکتاتوری هست که در کشورهای عربی و کشورهای آسیای مرکزی هست، اما از طرف دیگر خیلی هوشمندانه عمل کرد و نه مثل مرسی که اعتماد کرد به نهادهای
قدرتی و گفت که من پرزیدنت هستم، نهادهای قدرتی طبق کنستیتوسیا باید عمل کنند. اما آمد برای احتیاط نهادهای قدرتی کشور رو پاکسازی کرد و از افرادی که مایل به کودتا و تبادلات بودند آنها رو پاکسازی کرد. با وجود آنکه اخیراً بعضی از گنرال ها و نمایندگان ارتش در سال 2016 دست به کودتا یا تبادلات زدن، اما با اون پاکسازی و اون هوشمندی کرده بود که در ساختارهای قدرتی افراد ملی و افرادی که واقعا هم به قانون و به دموکراسی پایبند هستند اینها را همچون یک افسانه نمیدانند، بلکه هر پرزیدنت رو که مردم در یک انتخابات دموکراتی انتخاب کرد، اگرچه به من و شما معقولم نباشد ولی مردم انتخاب کرد، از اون باید حمایت کنند، از قانون حمایت کنند، نه از رحمانوف، نه از اردوغان، نه از کسی دیگر. اما متاسفانه در بعضی کشورها وقتی که یک پرزیدنت حتی در یک نتیجه انتخابات غیر دموکراتی هم اگر پیروز شده باشد، نهادهای قدرتی از او دفاع میکنن، پشتیبانی میکنن و اگر دستور بدهد علیه مردمش هم متاسفانه سلاح را علیه مردم استفاده میبرد. اما در ترکیه که هیچ کس، حداقل خود رقیبان اردوغان، ناظران تا به حال نگفتند که انتخابات های ترکیه تقلبی است. اونها میگن که رفتار اردوغان مشکلی دارد. بله این واقعیت دارد، اما انتخابات های ترکیه یکی از انتخابات های شفافترین حساب میشد. بنابراین اگر چنین رئیس جمهور و چنین حکومتی که در نتیجه یک انتخابات دموکراتی سر قدرت آمده است، اگرچه به ما مقبول هم نباشد، باید که نهادهای حفظی حقوق از اون حمایت کنند، چون از قانون حمایت میکنند. اما یک نفر، یک حزب، یک شخص با انتخابات های تقلبی سر قدرت آمده باشد، مثل که در تاجیکستان ما هست یا در دیگر کشورهای دیکتاتوری، و عجیبش این است که باز نهادهای قدرتی یا از ترس یا از آن که خودشون در این جنایت‌ها شریک هستند، از همین گونه حکومت‌های دیکتاتوری تقلبی بیشتر حمایت میکنند از آن که از یک پرزیدنت یا از یک حزبی در نتیجه انتخابات دموکراتی پیروز گشته حمایت کنند، مثل که از مرسی حمایت نکردند، مثل که امروز از حزب نهضت اسلامی تونس حمایت نکرده ایستادند. بنابر همین من در جنبست این صحبت از هموطنان گرامی دعوت میکنم که این گونه مسائل سیاسی بین المللی رو خوب پیگیری کنند، تحلیل کنند، اما ناامید نشوند از اینکه حالا در جهان اسلام ما تجربه دموکراتی موفق نداریم، در اساسا دیکتاتورها حاکمیت میکنن. دیگر وظیفه ما، مسئولیت ما هست که باید اثبات کنیم که مسلمان ها هم، گروه های اسلامی هم و کشورهای اسلامی هم میتوانند به یک جامعه آزاد و دموکراتی برسند. خب در همینجا دوستان عزیز من صحبت خود را به انجام میرسانم و ادامه صحبت را، موضوع را در سوال و جواب شما و در بحث با شما انشاءالله که بیشتر باز خواهیم کرد. خب حالا ببینیم اگر در خط هستند دوستان. خب یک نفر با نام تاجیکم، بفرمایید برادر عزیز، اگر سوال گفتنی داشته باشید بفرمایید. خب ایشان قطع شد مثل که و حالا اینجا خب یک نفر دیگر با نام سلام، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سازن خوی اکم محیدین کبیری. سلام شد دوست عزیز، بفرمایید. آقا نامی موضوع را میفهمیده، موضوع را نمیدونم که درباره چی رفته است. خب شما مثل که وارد شدید نفهمیدید موضوع درباره چی است. موضوع درباره این است که چرا در جهان اسلام، در کشورهای اسلامی دموکراسی نیست و آیا ما مسلمان ها باید تا آخر در زیر اطاعت دیکتاتورها زندگی کنیم یا که ما هم حق داریم مثل کشورهای دیگر یک حاکم ها، راهبرهای دموکراتی داشته باشیم، آنها عوض شوند، مردم حزب خود را انتخاب کنند، پارلمانت آزاد باشد. موضوع صحبت ما همین بود که آیا مشکلی در دینی ما هست، در اسلام هست یا در فرهنگی ما هست؟ مشکلی در کجا هست؟
نه اکاجان اینجا مشکلی مثال در دین اسلام نیست. هر عیبی که هست میگه در خود ماست. مثال اسلام و خود یگام عیب مثال یگام خطا و یگام کمبودی نیست. مثال این یک گروه مثال مردم هست که نمیخواهد که مثال دیگرها مثال چی شوند، فقط میخواهند که قانون خودشون حکم خودشون چخیلی که خودشون دا که معقولای باید همون خیل باشه که دیگرها رو مثال نمیگذارن به همین خاطر اکا جان. پس یعنی شما نظرتون این است که مشکلی در اسلام نیست، در فرهنگ ما مسلمانان نیست، بلکه ما مسلمانان میتوانیم یک حکومت‌های دموکراتی داشته باشیم، در کشورهای پیشرفته زندگی کنیم. حالا شما اشاره به این کردید که یک گروه میخواهند. چرا مردم، چرا ملت بخصوص ما مسلمان‌ها آماده هستیم که این گونه حکومت‌های فساد زده، دیکتاتوری رو تحمل کنیم؟ شاید در دلمون قبول نداریم، شاید دوست نمیداریم، اما همیشه تحمل میکنیم، همیشه خب میگیم که از این بدتر نشود، حالا یکی بعد از این بیاد از این بدتر میشود. چرا این فرهنگ در جامعه های ما ریشه دوانده است؟ بله اکا جان، راست میگن. از یک طرف مثال ما میخواهیم، اما چون که از مثال اگر از اول که بگیریم مثال ما را مثال مسلمانان را مثال بسیار که مثال انا چه بگم در هر جا که مثال که نمیمونن مثال که گپ بزنیم مثال یا که یک پیشنهادی خوب کنیم مثال بسیاری هاش مثال که از بین برگن مثال همچون چون که وزی اگر که به یک طرف دیگه نگاه کنیم مثال با تاجیکستان خمون اگر نظر بکنیم هر یک داملایی که مثال اگر که مثال خود شهازی در مثال که بگیم در یگان جا چی نوکده مثال اگر که یک گپی حق را که بگه مثال در را میبرن مثال چکم خاطر مردم ترسو شده میخواهد مثال میخواهد که مثال شود نه که اما ترسو شدگیم مثال به حد ترسو شدگیم. از همین خاطر که یک کسی که گپ حق گاو میزنه در او محکمش میکنه که بالای خانواده‌اش یا که بالای یگام چیزش مثال در او ظلم و ظالمی میکنه. از به همین خاطر که جان. خیلی خوب. حالا شما برادر در خط باشید، حتما با شما بعد صحبت ها رو باز دوام میتیم. حالا یک برادر سلامت باشه. یک برادر دیگر با نام سلیم هست در خط. بفرمایید برادر سلیم. برادر سلیم آواز ما هست؟ بله بله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. برادر اهل اسلام، شما این نهضت اسلامی تاجیکستان همخیل است؟ بله بفرمایید. و شما دین نهضت اسلامی تاجیکستان باشه با دموکراتیا مقصد میخواهید در این باره یک دو سخن میگفتید؟ خب بسیار خوب، موضوع خوب رو حالا برداشتید. شما گفتنی هستید که اگر مثلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تونس یا هر گروه دیگر یک مسلمان مثلا او باید درباره دموکراسی گپ نزند و درباره در یک کشور دموکراتی زندگی نکند، یعنی حق ندارد، سزاوار نیست، یا سوال شما چگونه است؟ یا شاید که شما فکر کنید که دموکراسی یک مشکلی دارد و با اسلام سازگار نیست، با اسلام موافق نیست و ما مسلمان ها باید ضد دموکراسی باشیم. نظر شما چی است در این باره؟ نه، مقصد نظر من این خیلی بیخفگی، من دم عصب و خفه نشوید از من که مقصد دموکراتی همین خیلی است که یک یا خواهر یا که اپا یا که یگان برادر مقصد دعوت کردن نمیتونم. مقصد که ما بگم که برادر این خینه که یا که مقصد دیشکا کلوب نره مسجد بره، او بگه که مقصد که ما دموکراتی های قانون همی خیلی این چه میشه بعد در این برای صحبت میکنه برادر؟ سلامت. من تقریبا فهمیدم که مشکلی کار در کجا هست. ببینید برادر عزیز سلیم، اگر اشتباه نکنم نامتون،
سلیم، بسیاری از هموطنان ما تنها در تاجیکستان، در بسیار از گوشه و کنارهای جهان اسلام، مردم مفهوم دموکراتیا رو اشتباه فهمیدن. اولش اینکه دموکراتیا رو یا همچون یک دین بدونن یا یک جهان بینی که در مقابل دین هست و اگر دموکراتیا شد دیگر هیچ کس حق ندارد یک نفر رو نصیحت کند یا دعوت کند. برعکس در یک کشور دموکراتی همه حق دارن که یکدیگر رو نصیحت کنند، یکدیگر رو دعوت کنند، یکدیگر رو تبلیغ کنند با اون فکر و اندیشه‌ای که میخواهند، البته در چارچوب قانون، چون قانون برای همه حق برابر میتید که شما مثلا اگر فکر میکنید که رفتن به دیسکو کلوب خوب نیست، شما در چارچوب قانون حق دارید نه تنها خواهر و برادر خود را، فرزند خود را، بلکه یک نفر دیگر رو هم شهر بتید دعوت کنید، بفهمونید که رفتن به دیسکو کلوب کاری خوبی نیست، مثلا رفتن به شراب نوشیدن کاری خوبی نیست، مواد مخدر استعمال کردن کاری خوبی نیست. همون طوری که یک نفر دیگر حق دارد در چارچوب قانون برای یک کاری که خودش درست میحسابد شما را تبلیغ کند، شما را دعوت کند و بگوید که برادر مثلا به دیسکو کلوب رفتن چیزی خوب است، بیا و همراه من دیسکو کلوب رو. در این مبارزه افکار و اندیشه، همون اندیشه که سالمتر است و به فطرت مردم نزدیکتر است همون پیروز می شود. بالاخره در نهایت کار اونه که دلش به دیسکو کلوب میل دارد میرود به دیسکو کلوب، اونه که به مسجد و مدرسه میل دارد میرود به مدرسه و به مسجد و به کارهای دیگر. در اینجا مهم این است که همه چی در چارچوب قانون باشد و استفاده از زوراوری نباشد. اما اگر شما حتی در یک جامعه دموکراتی هم نباشد، مثلا یک جامعه که در اون شریعت هم تطبیق شود، شما حق ندارید که یک نفر دیگر رو مجبور کنید که یا بیاید هر روز فشار بیارید که تو اینجا نرو، این کارو نکن. این در لا اکراه فی الدین، حتی در آیه کریمه است در قرآن مجید که در دین اکراه یعنی مجبوریت نیست. بنابر همین این یک مسئله بسیار نازک است که بسیار از هموطنان ما درست درک نکردند و بعد بعضی‌ها به طور مخصوص عمدن میآیند دموکراتی رو در مقابل دین اسلام میگذارند. گویا هر کسی که طرفدار دموکراتی باشد اون ضد دین مبین اسلام است و اون میخواهد که مثلا میگن که کسی دموکراتی رو میخواهد باید همون طرفدار بی‌شرمی و بی‌حیایی و طربخانه و دیسکو کلوب و نارکوتیک اینا باشد. نه، کاملا این غلط است. این یک برداشت خیلی غلط است و برعکس من فکر میکنم که در یک جامعه دموکراتی آزاد، خیلی که در اروپا هست، در اینجا مسجدها آزاد است، مدرسه آزاد است، ما الحمدلله هر کسی که فرزندان نماز جمعه بروند، حتی مکتب بچه‌ها دخترها با حجاب میروند، همه چی آزاد است. در یک کشور دموکراتی دین آزاد است در مجموع، اما کسانی که دین رو هم نمیخوان اونا هم آزاد هستند. بنابر همین برادر عزیز تصور از دموکراتیا کمتر اشتباهی است و بعداً دموکراتیا ایدئولوژی نیست. دموکراتیا این روش زندگی است، روش مبارزه سیاسی است. دموکراتیا بیشتر ربط دارد به انتخابات، به انتخاب پرزیدنت، دپوتات ها، به قانون ها، اما دموکراتیا به دین، به مناسبت های دینی، به نماز روزه مردم نه تنها کاری ندارد بلکه اجازت میدهد که مردم آزادانه از دین خود پیروی کنند. همین از شناخت ما از دموکراتیا برادر عزیز. اگر هر کسی دموکراتیا رو به شکل دیگر شما رو فهمانده باشد بدانید که اون مشکلی در خودش است. تشکر زیاد برادر عزیز. حالا نوبت رو با برادر میدیم با نام آزادی بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. موضوع ما بخشش کمی دورتر موضوع امروزه است. اگر کمی دورتر باشد اشکال ندارد، اما اگر دور باشد مجبور میشیم قطع کنیم، چون بهترش کوشش کنیم در زیاد بعد نظر شما رو در این موضوع بینم. خب مسئله هست که وقتای اخیر حکومت خیلی تلاش دارد که باید از بین بردن بعض مبارزان، از آن جمله شما، و حکومت برای تمامی تلاشاش کرده است. یک واقعه عجیب دیگر این بود که حکومت تاجیکستان با وجود دشمن تراشی که میکرد از ایران اینا، یک باره وزیراش به ایران رای کرد و دوست چیز دارد.
آیا فکر نمیکنید که حکومت تاجیکستان و رحمان از ایران کمک کند برای از بین بردن مبارزان و در این میدونیم که ایران شاید دستش درازتر باشد. سلامت باشید. سلامت باشه برادر عزیز. من فکر نمیکنم که یگان کشور دنیا با چنین جهت‌ها کمک کنند و اما اونه که علیه ما این برنامه هست ما این رو خبر داریم میدونیم، حتی افرادی رو هم که میفرستن ویزای شنگن میگیرن و یعنی این معلومات ها رو نه تنها ما باز مقامات حفظی حقوق این کشورها هم دارن. بنابر همین دیگر ما در این راه که رفتیم برادر عزیز توکل به خدا هست و نباید وقتی انسان در سیاست می رود و اونم در مقابل یک دیکتاتور قرار می گیرد دیگر باید از لحاظ روانی اعتقادی آماده باشد که در راه شهادت است، ضرب هست. خب همه چیز رو دیده، مالکیت رو گرفتن، زندانی کردن، کشتن، از وطن به وطن کردن. خب کشتن چی مونده است؟ دیگر یک نفر رو میفرستد یک جنایتکار دیگر رو و این کار رو انجام میدن. بنابر همین دیگر من مطمئنم که برادرانی که به مبارزه خستند اینا دیگر آماده شهادت هستند، اما تلاش خود را خواهیم کرد، احتیاط میکنیم و تا اونجایی که میتوانیم و تا اینکه مبارزه را دوام دهیم. اما اگر نصیب شهادت باشه دیگر برادر اون دیگر از تقدیر پروردگار میبینیم. باور ندارم که دیگر کشورها بخصوص ایران که شما نام برده در چنین یک جنایت علیه مبارزان تاجیک شریک شود. حتی احتمال دارد، من فکر کنم با تغییراتی که هست داریم که رهبریت جدید جمهوری اسلامی ایران که همیشه شعار حداقل این گروهی که در انتخابات پیروز شد شعار دفاع از ارزش‌های اسلامی، از مستضعفین و از مردم مظلوم را دارند، احتمال دارد که برعکس بیاند از مبارزان تاجیک که به خاطر اهداف مشترک است، به خاطر سربلندی ملت تاجیک، مبارزه علیه فساد، مبارزه علیه دیکتاتور، مبارزه برای آزادی ملت، از اون جمله آزادی های دینی هست. شاید که در مقابله یا در مقایسه با حکومت قبلی ایران شاید که موقع خود رو تغییر بدن، ولی باز وقت نشان خواهد داد. حالا ما برادر عزیز چیزی گفته نمیتونیم در این مسئله. سلامت باشید برادر عزیز. حالا خب برادر بابا جان قیومزاده هم در خط هستند. بابا جان بفرمایید. سلام علیکم استاد، خسته نباشید، امیدوارم خوب سلامت باشید. سلامت باشید. من سوال دارم با توجه به همین قضیه های اخیر. مثلا امروز اگر یک بار نگاه کنیم به قضیه تونس، در عموم اگر به دموکراسی در جهان اسلام یک بار نگاه کنیم، در مصر دموکراسی رو از بین میبرن، ولی مثلا سوال اینجا است که همون گروه‌هایی که بیشتر دموکراسی در کشورهاشون بگیم که پابرجا هست، دموکراسی هستن کشورهاشون، و اون گروه‌هایی که در همه جا ادعای حمایت از دموکراسی رو دارن، در برابر شکسته شدن و سرکوب دموکراسی در واقع سکوت میکنن. و از طرف دیگر امروز اگر نگاه کنیم بیشتری از همونها، مثلا خیلی شما مثال آوردید درباره مرسی و مصر، درباره نهضت دیگرها، ولی حالا یک مسئله این است، آیا همین دموکراسی واقعا مثل سلاح اتمی خاصی بعضی از کشورهای ابرقدرت شده است و این همچون یک به اصطلاح نمیدونم یک ابزاری ممنوع است برای کشورهای اسلامی که با این چنین برخورد میکنن؟ مثلا با توجه به اون وضعیتی که میبینیم امروز، راشد غنوشی هم تاکید کرد که امارات از انقلاب تونس حمایت میکند و اون را انقلاب نامید، ولی اکثر کشورهای غربی با رهبران کودتاچی تونس همکاری میکنند، هماهنگی میکنند و هیچ کس او را محکوم نمیکند و از دموکراسی تونس حمایت نمیکند در واقع، و میگویند اون دموکراسی باید چیزهای دموکراتی حفظ شود، نهادهای دموکراتی حفظ شود، یک چنین شعارهای میدهند ولی عملا هیچ کس وارد این چیز نمیشود. ولی چرا مثلا همین کار رو در دیگر کشورها خیلی زیاد، در کشورهای مثل بلاروس مثلا خیلی به طور شدید
حمایت میکنن از دموکراتی خواهان، از مبارزان آزادی خواه، از دموکراتیا، یا مثلا در اوکراین و دیگر جاها حمایت میکنن. ولی در کشورهای اسلامی اصلا گویا که این یک چیزی ممنوع است برای اونها، یا اینکه برای کشورهای اسلامی دموکراتیا اجازت نیست که اونها دموکراتی باشند، یا آیا همچین سیاست از جانب کشورهای ابرقدرت در اینجا دیده نمیشود؟ خب ببین بابا جان، بسیار سوالای خوب دادی. من فکر میکنم که با این 3-4 سوالی که دادی اگر همین نشست من جواب بدیم خیلی طولانی میشه و شاید برخی از این سوال ها رو ما در صحبت های بعدی برگردیم، چون هر کدامش یک موضوع خاص است. برای مثال موقع کشورهای غربی، خود تحلیل همین موقع کشورهای غربی خودش یک موضوع طولانی هست، خیلی وسیع است. شاید بد نیست ما در یکی از صحبت ها بعضی کارشناسان غربی رو هم دعوت کنیم که بیایند با ما شرح بدن که برای چی کشورهای غربی چنین موقع میگیرند و مثلا ما نباید کشورهای غربی رو یکسان ببینیم یا حتی در داخل همین کشورهای غربی. برای مثال وقتی که من در اتحاد اروپا، در پارلمان اتحاد اروپا ملاقات داشتم، در اونجا حزبای گوناگونن. بعضی از حزبای اروپایی به طور آشکار با ما میگویند که ما نمیخوایم که در کشورهای شما دموکراتیا باشد. برای ما مناسب همین است که در کشورهای شما همین دیکتاتورها همینا باشن. بله اینا آدمان خوب نیستن، دزدن، غارتگرن، بسیار جلاد هستن، اما بودن اینا برای ما بیشتر فایده دارد، برای آنکه ما نقطه ضعف اونا را میدونیم و هر وقتی که بخواهیم بالای آنها فشار بیاریم با واسطه حقوق بشر، مثلا مسئله حقوق بشر رو میبرداریم و یگان نقطه ضعف رو پیدا میکنیم یا فسادشون رو میبرداریم، کروپسیون اونها رو میبرداریم و در عوض از اونها امتیازهای زیاد میگیریم. اونا دیگر از اون دایره منفیت‌های استراتژی ما بیرون برآمدن نمیتواند. اما اگر در اون کشورها یک حکومت‌های مردمی بیاد، حکومت‌هایی که پاکیزه هستند، نه مشکلی حقوق بشر دارن، نه مشکلی با کروپسیا دارن، در دست این احزاب و بعضی دایره‌های سیاسی غرب، البته نه همش، بعضی دایره‌های سیاسی غرب و نه تنها غرب، حتی در کشورهای شرقی هم اون امکانیت فشار بالای این گونه حکومت‌های نسبتاً مردمی کمتر میشد. من یک مثال بیارم. وقتی که مسئله بعضی حربی در تاجیکستان و قرقیزستان پیدا شد، روسیه در هر دو کشور بعضی نظامی دارد، بعضی حربی دارد. در ما 201 دیویزیون در قرقیزستان هم دارد، خردتر. و قرقیزا از روسیه پول میگیرن برای بعضی حربی سالانه 260 میلیون دلار به فکرم. تاجیکا $1 میگیرن، اونم رمزی امضا کردن در عوض $1. اول تاجیکستان هم خواست که دعوا کند، وزیر دفاع اون وقته و وزیر خارجه همراخان ظریفی دعوا کرد که زمینی ما به پول نیست، ما پول میگیریم از روسیه. از این بعد روسا آوردن پرونده کروپسیا و جنایت‌های حکومت رو در بالای میز موندن، گفتن یادتون نرود که کی شما را سر قدرت آورده است و شما اینقدر مشکلی داره، ما این را آشکار میکنیم، مثل که پروتکل 32 رو کردن. و حکومت تاجیکستان عقب نشینی کرد، گفت دیگه خواهش میکنم پول ندهید و ما هم از دعوامون گذشتیم. اما قرقیزستان پول گرفت. برای چی؟ برای اینکه در دست خارجی ها هیچ دعوای بزرگ، هیچ کمپرامتی بزرگ در دست اونها نبود در بالای حکومت اون وقته که اتنبایف بود، پرزیدنت قرقیزستان. همین مثال خودش در اروپا در همه جاست. اینا کوشش میکنن، بعضی البته نه همش، که در عالم اسلام الان خیلی دیکتاتورها باشن که فشار بیارن، نفت را ارزان‌تر بگیرد. هر وقتی که خواست نفت را ارزان‌تر بگیرد از یک کشور اسلامی، مسئله حقوق بشر رو میبردارد. اما اگر تصور کنید که در اون کشور پرابلم حقوق بشر نیست، پرزیدنت فاسد ندارد، دیگر نرخ نفت و نرخ مواد زیر زمینی با نرخ جهانی خواهد بود. من فقط یک مثال رو آوردم و ده ها همین گونه مثال ها رو میتوان زد. اما مسئله گروه هایی که دعوای دموکراتی دارند بیشتر این در خود جامعه اسلامی است، حتی در خود هم تاجیکستانی ما. و شما تصور کنید وقتی که دعوای دموکراتی و دعوای حقوق بشر رو میکنن، اگر ما بالا یک مشکلی بیاید بالا یک گروه غیر دینی، غیر اسلامی، گوش جهان رو کر میکنن و واقعا هم خوب بگذار مسئله رو بردارن، نباید این گونه جنایت ها باشد. اما اگر 10%
حالا 10% نه 10 برابر بیشتر اگر همون گونه جنایت نسبت یک گروه دینی شود، چی در تاجیکستان چی در جاهای دیگر، میبینید که اینا خاموشند، اینا درباره دموکراسی و حقوق بشر دیگر صحبت نمیکنن. البته باز تکرار میکنن نه همشون. خدا را شکر که در جهان اسلام در بین گروه های دنیوی و دفاع از دموکراسی هم ضمیرهای انسانی خیلی زیادن. مثلا در همین قضیه نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی صدا بلند کردن، درباره قضیه زندانیای ما خیلی صدا بلند کردن. در همون مصر و در تونس هم امروز در پهلوی نهضت اسلامی تونس خیلی از حزب‌ها و گروه‌های دنیوی هستند که اصلا با عقیده نهضت رو قبول ندارن، اما میگن صحبت درباره کشور، دولت، قانون و پرینسیپ‌های عمومی میرود و باید از اون دفاع کرد. بنابر همین من این موضوع رو مهم میدونم، اما فکر میکنم کمتر نیاز به شرح بیشتر دارد و بخصوص در مسئله آنکه آیا همه غربی ها، کشورهای غیر اسلامی به دموکراتی شدن جهان اسلام اعتقاد دارن یا نه. متاسفانه باید این رو اعتراف کنیم که نه همه در دنیای غرب باور دارن، اعتقاد دارن که مسلمان ها هم باید در یک جامعه آزاد زندگی کنن و این رو خیلی که شما هم گفته تبدیل به یک مونوپولیا کردن که فقط اونها باید حق داشتن تکنولوژی هسته‌ای داشته باشند، فقط کشورهای غربی به این پخته رسیدن یا ملت‌های غربی که در یک جامعه دموکراتی و آزاد زندگی کنند. اما باورشان این است که مسلمان‌ها باید که حالا بهتر است که در همون جامعه‌های سربسته و فساد زده و غیر دموکراتی زندگی کنند. من فکر می‌کنم در اینجا مشکلی طرف ما هم هست بابا جان. ما هم اشتباهات زیاد کردیم. احزاب اسلامی، گروه‌های اسلامی، سیاستمداران اسلامی خیلی اشتباه کردیم و باید آهسته آهسته هم این اشتباه رو اصلاح کنیم و هم در عمل نشان بدهیم که نه، ما نه تنها در سخن طرفدار دموکراسی هستیم بلکه در عمل هم طرفدار این هستیم و دموکراسی رو همچون وسیله زندگی و همکاری در یک جامعه اعتراف داریم. این رو باید در آینده آهسته آهسته اثبات کنیم. البته من پیشتر هم گفتم که با این که در تونس و در مصر شد و در افغانستان طالبان پیروز شده ایستادن، یک کمی برای ما و شما دشوارتر می شود، اما باید از این مبارزه دست نکشید. خب حالا بله یک در ادامه همین صحبت شما استاد، حالا امکان ندارد که مردم ما در کار برای ما درست که مشکل می شود، ولی آیا این احتمال ندارد که اکثریت مردم جوانانی که امروز در کشورهای اسلامی هستند با دموکراسی اعتماد و باوریشون از دست میتین و میبینن که واقعا یک باوری پیدا میکنن که از طریق رفتار طالبانی و روش طالبانی میتوانند به موفقیت برسند و این آیا خشونت رو در جامعه های اسلامی بیشتر نمیکند؟ آیا گرایش به خشونت و گرایش به روش های ناسالم غیر دموکراتی اگر بگوییم بیشتر نمیشود به فکر شما در چند ساله بعد؟ ما از همین نگران هستیم. وقتی در تاجیکستان بودم همین حرفا رو میگفتیم، شما خودت هم شاهد بودید که میگفتیم چقدر که شما دموکراسی رو محدود کنید، پیش رای آزادی ها رو بگیرید، دین رو محدود کنید، رسانه ها رو محدود کنید، همون قدر هدیه بیشتر به گروه های افراطی کرده، چون جوانان بیشتر به سمت آنها میروند. امروز هم من به همین نظرم هستم که هر چقدر که از یک طرف نیروهای معتدل دموکراتی سرکوب میشوند، از طرف دیگر پیروزی ها را بیشتر گروه های مسلح تندرو به دست میارند، در این آن گوشه جهان اسلام همون قدر جوانان ما به سمت آنها بیشتر میل میکنند، برای که نتیجه رو در اونجا میبینند. از طرف دیگر چرا از دموکراسی راه افتاده میشن؟ دموکراسی رو با رحمانوف سینونیم میدونن، فکر میکنن که رحمانوف رئیس حزب خلق دموکراتی هست، پس دموکراتیش همین کروپسی هست، دموکراتیش همین فساد هست، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، کروپسی و ظلم و شکنجه. بسیاری از جوانهای دین محور، معتقد، ایماندار فکر میکنن که پس همون دموکراتی که رحمانوف نشان داده است دموکراتی همین بوده است و باید ضد دموکراتی مبارزه بود. در نتیجه این همه عامل ها واقعا هم یک دلسردی نسبت دموکراسی با وجود میاد و مردم روز به روز میبینیم که در جهان اسلام رو به یا به گروه های تندرو میارن برای اینکه تغییرات شود، یا از ناعلاجی دیگر میروند پیروی از همون دیکتاتورها میکنن و
خوش آمد میگن و دیگر مجبور میشن که تن بدهن، از مبارزه دست میکشن. همین است نظری من در مجموع. خب شما بابا جان اگر فکرای داشته باشید باز در خط باشید، اگر هستیم حالا نوبت رو به دیگر دوستان بدهیم. خب برادر آیت الله گیلایف در خط هست، امیدواریم که از موضوع دور صحبت نخواهد کرد و بفرمایید برادر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام، بفرمایید. خوب هستی تنج هستی؟ تشکر، سلامت باشید. شما خوبید انشالله؟ الحمدلله. برادر کبیری، حزب شما یگان قانون قاعده یگان مقصد استاف داره یا نداره؟ این به موضوع ما چی ربط دارد برادر؟ برای که من نگاه کردم محمد اقبال انشالله که اعتراف میکنه یکی از اعضای پیمان ملی است و هر یک سخنی که میگه به دلیل به یگان چی از آن جمله درباره رحیم جان بابا جان و فرحیم که فرمی مشهور است چند سخنهای دروغ نسبتش گفتگی است و در اخیر یک چند روز پیش خودش برآمد گفت که بعضی سخنها در موردش تهمت بوده است، وقتی که در اول گفت از منبع‌های معتمد برای ما رسیدگی است، اما بعدا برآمد خودش اعتراف کرد که این گپ‌ها دروغ است. پس معلوم می‌شود که به یگان سنجش بر ضد آیات قرآن که خداوند در قرآن میگه هر وقتی که برای شما یک سخنی در مورد یک مسلمان آورده شد او را چیکار کنین؟ جستجو کنین، اول تحقیق کنین، بعدا برای مردم برسونین تا اینکه سبب فتنه نشود. اما محمد اقبال به یگان جستجو هر چیزی که اومد در دهنش گفت، بعدا برآمد خودش اعتراف کرد که همین سخن‌ها دروغ است، یعنی که به یگان منبع همین ها را گفت. آیا از جانب حزب نهضت یا که از جانب شما همچون رهبر سلامت باشی یگان برادر. سرزنش هست یا یگان برادر آیت چورابینی دیده نمیشه؟ اگرچه موضوع صحبت شما با موضوع ما ربط نداشت، ولی به خاطر احترام و گوناگون اندیشی من اجازه دادم که صحبت کنید و فقط این را میگویم که برادر محمد اقبال صدرالدین اونقدر شهامت و جوانمردی دارد و داشته است که وقتی که فهمید که بعضی حرفات نسبت اون برادری که نامش را گرفتید نادرست بوده است، عذرخواهی کرد و خودش را اصلاح کرد. این رفتار یک انسان مسلمان جوانمرد هست که همون طوری که شما هم گفته در آیه کریمه است که اگر اولش که تحقیق کنید نسبت یک خبری را آوردن به شما و برادر اون خبر آوردن گفت ولی تحقیق کرد، آمد خودش را اصلاح کرد. انشاءالله که من باور دارم که برادر محمد اقبال هم شنیدند و شما هم اعتراف خواهید کرد که این برادر جوانمردی داشته است. اما اگر نسبت موضوع صحبتمون یگان گفتنی دارد که چرا در کشورهای اسلامی باید همیشه دیکتاتور حاکمیت کند، اگر گفتنی سوال داشته باشید بفرمایید، اگر نه برویم به دیگر دوستانی که در اینجا شرکت میکنن. خب گفتنی داره در موضوعی که بحث داریم ما؟ بله بفرمایید. بله، من از شما همچون یک رهبر حزبی که حزب اسلامی، حزب نهضت اسلامی است، شما در تاجیکستان میخواهی که شریعت جاری کنین یا اینکه دموکرات، در حالی که شریعت بر ضد دموکراتی است، برایش که پوشیده نیست. یک پونکتش این است که وقتی که فرزند دختر از اون جمله فرزند دختری باشه وقتی میبره در بیرون با یک نفر در آغوش یک نفر میشود یا که میفهمه که با یک مردی به نکاح گشته است، او را موافق قانونهای دموکراتی اگر که جزاش بتی بره از بالا شکایت کنه، این یک جنایت است. اما شریعت بر ضد این است. اگر شما شریعت جاری کردنی هست، پس امروز چی با دموکراتی هم میگه؟ اگر شریعت جاری کردنی نیست، پس چی با نام حزبتون همچون اسلامی مونده تا اینکه استفاده برای از اسلام؟ سلامت باشی برادر عزیز. آوازاتون کشتگی است. آوازاتون کشتگی است. بخشش زیاد
بله همین سوال برادر آیت الله چند وقت پیش در یک صحبت دیگر داده بودید شما و من همین جواب دادم مفصل به شما. حالا در این صحبت باز تکرار میکنید همون، اگر من حالا جواب گیم همون جوابی پیشیرن رو وقتی مردم رو میگیریم. فقط من نه من مختصر حالا یک لحظه مختصر به شما حالا چون سوال دادید دیگر مختصر بگویم. ببینید دوستی عزیزم، شما گفتید که شریعت ضد دموکراسی هست. شما خودتون شخصا یک انسان مسلمان الحمدلله گفتید در یک کشور دموکراتی زندگی دارید یا در یک کشوری که حالا شریعت هست؟ اصلا شما خودتون طرفدار شریعت هستید یا طرفدار دموکراسی؟ وقتی که اعتقاد دارید که شریعت ضد دموکراسی است، در صورتی که من این اعتقاد رو ندارم. حالا شما اعتقاد داشتید خودتون اعتراف کردید. شما بگویید که همین مثلا امام علی رحمان که رئیس حزب خلق دموکراتی است و میگوید که در تاجیکستان ما دموکراسی جاری است که اصلا من باور ندارم به این چیز، ولی بگذار شما باور دارید. همین کاری که شما گفتید با شما معقول است؟ شما طرفدارش هستید یا نیستید؟ اصلا شما خودتون موقع خودتون رو بگویید بعد بیایم صحبت کنیم. خب انا اصلا که من طرفدار شریعت هستم، اما امروز در دنیا یگان دولت اسلامی وجود ندارد. گوش کنین تا آخر گوش کنین. یک لحظه همینجا برادر، شما گفتید که من طرفدار شریعت هستم و جمله پیشتر گفتید که شریعت ضد دموکراسی است. شما یعنی بله من سوال شما را گوش کنین، من سوال شما پر جواب میدم. امروز که در دنیا یگان دولت اسلامی وجود نداره. اگر دولت ایران بگیریم دولت اسلامی هم باشه اونجا سنی‌ها تحت ظلم هستند. اگر که سعودی بگیریم اونجا هم دیگر من باوری ندارم دولت اسلامی وجود داشته باشه. اگر افغانستان از همه جهت برای مسلمان گوش کن تا آخر گوش کن. به سوالات من شما تا آخر گوش کردم. همین یک در بحث یک قاعده هست از موضوع نگریختن. موضوع بحث ما تاجیکستان. من نگریختم از موضوع. موقع شما هست تمام دیگر وقتی مردم رو نگیریم. همون به من سوالات تا آخر جواب بدیم تا اینکه پر شود. در دنیا امروز دولت اسلامی وجود نداره. برای مسلمان ها امروز فتوا است که در دولت های دموکراتی زندگی کنند، اما عقیده شون که جوری شریعت است او را هیچ وقت از عقیده شون بیرون نمیبرند. نسبت محترم جناب عالی گفتید حزب جناب عالی حزب اسلامی نیست. من برای شما سوال دادم، هیچ وقت من شما را اگر میگفتیم من جانبدار دموکراتم هیچ وقت من شما تکفیر نمیکردم، هیچ وقت نمیگفتم شما کافر هستی. فقط از شما سوال دادم که اگر که شما امروز شریعت جاری کردن میخواهی برای چی از دموکرات گپ میزنی؟ اما اگر شما دموکرات جاری کردن میخواهی برای چی حزب اسلامی ناموده از اسلام استفاده میبره؟ برام جناب عالی امروز دموکرات آزاد به آخر گپ زنم. امروز دموکرات آزاد جاری کرده است و حزب هم حزب دموکراتی است، یعنی که مردم فریب نداره، خاک نچوشده سای شما باشه. اگر این طرف بگیرین خاک چوشده سن، او طرف هم بگیرین مردم فریبی دارید. ببین برادر عزیز، بیاد آشکار و خیلی شفاف صحبت کنیم که دیگه این موضوع رو شما هم تکرار نکنید و هر دفعه نبیاید مسئله افغانستان و ایران اینا رو. مسئله خیلی ساده هست. اولش که شما گفتید که شریعت ضد دموکراسی هست و شما طرفدار شریعت هستید. بعد آمدید گفتید که مفتی ها فتوا دادن که مسلمان ها می توانند در یک کشور دموکراتی زندگی کنند. خب من همچون یک مسلمان وقتی میگم که من طرفدار دموکراسی هستم، پس طبق همون فتوایی که شما حاضر اعلان کردید من زندگی کردن میخواهم. یعنی شما اون فتوا را قبول دارید؟ میگه که این فتوا درست است، مسلمان ها میتوانند در یک کشور دموکراتی زندگی کنند. ما مسلمان های تاجیکستان میخواهیم در یک کشور دموکراتی زندگی کنیم. پس در اینجا هیچ تناقض از طرف ما نیست. تناقض در موقع شما است که ببینید گوش کنید حزب اسلامی تو نه از بین برین دیگه، اسلامی نمونین. شما طرفدار دموکراتین، احسن بگیرید حزب اسلامی تو نه. گوش کنید کبیری، من برادر آیت الله بیا آداب بحث را کمتر رعایت کنیم. این معنی ندارد که اگر در برنامه وارد کردن دیگر بیاید بحث رو به یک سمت دیگر برد. نه، اولش که موضوع بحث ما
کاملا دیگر بود. من به خاطر احترام به شما، برای آنکه نگویند که طرفدارای حکومت رو نوبت نمیدین، خواهش کردم که در چارچوب موضوع صحبت کنیم. ولی بگذار حالا شما موضوع مثلا دموکراتیا و دیکتاتور را ماندید کنار، درباره شریعت همون تکرار میکنید سوالهای قبلیتون رو. شما حاضر گفتید خودتون که طرفداری شریعت و ضد دموکراتی هستید. بعد آمدید گفتید که مفتی ها کدام مفتی فتوا داده است که مسلمانان میتونن در یک کشور دموکراتی زندگی کنند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که از مسلمان ها عبارت است. حالا نام حزب امروز اسلامی است، فردا میکنند مثلا حزب ملی، حزب، حالا هر چیزی که باشد، نام در اینجا مهم نیست. شما همین نام را نچسبید، نگویید که مثلا حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اگر شریعت را تطبیق نمیکند باید که نامش را عوض کند. ما مخالف شریعت نیستیم، اما مثل شما چقدر که خودت هم اعتراف کردی که در دنیای امروز تطبیق شریعت تقریبا امکان ندارد، دشوار است. مسلمان‌های تاجیکستان هم مسلمان‌های میبخشید بیسواد نیستند، از دنیا بیخبر نیستند. اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم میداند که انکار کردن یک حکم پروردگار کفر است. اما اگر انسان عذر داشته باشد در تطبیقش، میگه من انکار ندارم که این حکم است، مثلا حرام، حلال، تطبیق شریعت اینا. اما میگه که در تطبیقش که مشکلی هست، به هر دلیل به تأخیر انداختن هیچ کس نه از دین خارج می شود نه از اسلام خارج می شود و این را اگر کسی که کمترین دانش دینی داشته باشد میداند. پس تا این جای بحث ما و شما به یک نتیجه رسیدیم، به یک توافق رسیدیم که مسلمان های تاجیکستان می توانستند طبق همون فتوایی که شما دادید، چه اعضای حزب نهضت است، چه حزب دموکرات است، چه حزب کمونیست است، حتی شهروندانی که اعضای یگان حزب نیستند، در چارچوب یک دولت دموکراتی زندگی کنند، برای آن تلاش کنند. و ما و شما در این مسئله اتفاق نظر داریم، هم فکر هستیم. یکدیگر را دیگر باید گناهکار نکنیم که چرا مثلا شما هم میخواهید که دولت تاجیکستان دموکراتی باشد، ما هم میخواهیم که دموکراتی باشد، پس ما اختلاف نظر نداشتیم. اما اختلاف نظر ما و شما در چی است؟ در اون است که شما میگویید که تاجیکستان امروزه کشور دموکراتی است، من میگم که کشور دموکراتی نیست. این یک تهمت به دموکراتی هست. همون طوری که بعضی کشورهایی که به نام اسلامی یا بعضی حزب و حرکت‌های به نام اسلامی تهمت به اسلام یک دقیقه زیادی بد نداره. یک دقیقه برادر عزیز، یک لحظه، چون معمولا وقتی آدم سوال میتید جواب طولانی‌تر از سوال میشود. امکان ندارد که سوال از جواب طولانی باشد. این قاعده سوال و جواب است. یعنی ما و شما برادر عزیز اختلاف نظر در همین داریم که تاجیکستان دموکراتی هست یا نیست. من میگم دموکراتی نیست، شما میگید دموکراتی است. بگذار هر کس در همین فکر خودش باقی ماند. اکنون بیاید برادر، اگر در موضوع آن که آیا ما مسلمان ها می توانیم در یک جامعه دموکراتی زندگی کنیم یا اینکه باید تا آخر در زیر اطاعت یک دیکتاتور باشیم، اگر در این موضوع چیز گفتنی هستید مرحمت صحبت کنید، اگر نه نوبت رو بدیم به دیگر برادرانی که حرف گفتنی در این موضوع دارند. بفرمایید. کبیری، ما همین بحث چندی باشید میکنیم، شما در نمی بحث میگه بیایید بحث کنیم در زیر به همیت تمام کنیم تو اینکه دویم باره من مجبور نشم همین سوال برای شما بودیم. درست تا جایی که هر دومون موافقیم که در دولت دموکراتی زندگی کردن مسلمان ها جایز است و اعضای حزب نهضت هم همچون مسلمان در دولت مسلمان ها زندگی کردن میتونن و میتونن که دموکراتی را مقصد جوری کنن. اما یک چیز است، من انا جوان هم هستم، در یاد دارم در چندین انتخابات ها اشتراک کرده هستم. از جهتی که حزب اسلامی مونده، اکثر مردم اسلام دوست می‌دارن. حتی بعضی ملاهای بیسواد فتوا داده بودن که اگر شما حزب نهضت اسلامی خط بزنه از این خارج میشه، به خاطری که حزب نهضت اسلامی است. من همیشه سوال برای شما داشتم که با چی خاطر شما وقتی که دموکراتی میخواه همچون حزب حاکم، حزب دموکراسی نمیمونه نمتونه، بلکه چی حزب اسلامی مونده. یعنی که میدونه که 97% تاجیکستان مسلمان است و در انتخابات همچون حزب اسلامی بعضی ها از شریعت میترسن، از خدا میترسن که در بالای حزب اسلامی خط بزنن. اینا بعضی ملاهای بیسواد فتوا دادگیان در سر مردم در آمدگی است. به همین خاطر دموکراتی میخواه
بگیره حزبتون رو حلش کنین. چی با شما مردم فریبی میکنین؟ یعنی که درویه هستین. سلامت باشه برادر عزیز آیت الله. شما چند مرتبه در همین صحبتون هرچند دعوت کردم که آداب رعایت کنید، درویه میگید، مردم فریبی میگید که من نسبت شما این حرفا رو استفاده نمیبرم، اما متاسفانه چون عادت کردگی دیگر هرچند تلاش میکنید بازم نمیشود خود را کنترل کنید. اما ببینید دوستی عزیز، حالا خودتون گفتید که چند تا مولای بی‌سواد، چند آدمی بی‌سواد همین حرف رو گفتن. من قبول دارم رفتار یک دو آدمی بی‌سواد برای من و شما معیار نیست، قانون نیست. برای مثال، حالا یک مثال بیارم، در تاجیکستان امروز 7 حزب سیاسی است. حالا حزب نهضت غیر قانونی اعلان شد، حزب اگراری، حزب کمونیستی، حزب دموکراتی. اگر یک نفر آمد به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رأی نداد، معنی ندارد که او ضد اسلام است، چون با برنامه حزب رأی نمی‌دهد. یک آدم آمد به حزب دموکراتی رأی نداد، معنی ندارد که او ضد دموکراتی است. یعنی اگر مثلا بیاد یک نفر بگوید که چرا به حزب دموکراتی آواز نمیدی، خب یک کس میگه من برنامه‌اش معقول نیست یا رئیسش معقول نیست، پس تو طرفدار دموکراتی نیستی. یا یک نفر بیاد مثلا حزب اگراری، یک دهقان بیاد به حزب اگراری آواز ندهد، حزب اگراری همون حزب خواجگی قشلاق، آیا میشد همون دهقان را گناهکار کرد که تو اگر به حزب اگراری آواز ندادی پس تو دهقان نیستی؟ برای چی؟ برای اینکه حزب دهقانا است، کشاورزا هست، خواجگی قشلاق است. ما تا کی با این فلسفه و با این منطق ضعیفی به گفت خودتون بی‌سوادانه کشور رو مدیریت میکنیم؟ اگر یک نفر مولای بی‌سواد، حالا بگذار اعضای حزب نهضت باشد و یک نفر آمده است گفته است که اگر شما ضد حزب نهضت آواز میتید پس کافر هستید، یک نفر از حزب پرزیدنت بیاد بگه که اگر شما ضد حزب خلق دموکراتی آواز میتید پس شما طرفدار تاجیکستان نیستید و ضد پرزیدنت هستید، اون آدم میگه که میبخشی برادر، من طرفدار پرزیدنت هستم اما ضد حزبش هستم. برای چی؟ برای حزبش حزب خوب نیست. من مسلمانم، طرفدار اسلامم، اما ضد حزب نهضت اسلامی هستم. مثل که خودت مثلا خودت مسلمانی الحمدلله، اما میگی من ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. برای این مسئله هیچ وقت نه کافر شدی، نه از دین برآمدی، نه در ایمانت یگان مشکلی است. اگر ما گپ یگان نفر رو، یک بی‌سواد رو معیار قرار بدیم، قانون چی میشه؟ کنستیتوسیون چی میشه؟ نه فکر تو برادر عزیز معیار است، نه فکر من معیار است، نه فکر کدام ملا و کدام آدم دیگر. معیار برای ما قانون هست، کنستیتوسیون است و اون چارچوبای اساسی. خب دیگر دوستی عزیز، ما و شما هر چقدر که صحبت هم کنیم بحث ما به فکرم تمام نمیشه، چون مقصد وقتی که یک تفاهم و همدیگر فهمی و منطق پیدا کردن نیست، بعد بیایید همین کلمات درویه و حالا دروغ اینا را تکرار کردن بگیرید، معنی را دارد که بازم همون کسیت کهنه و همون نوار پیشینه است که میخواهید در اینجا هم استفادهش کنید. خب دوستان دیگر هستن در خط، یک برادر با نام تاجیکستان تاجیکم، بفرمایید. سلام و درود استاد محیدین کبیری. و علیکم السلام، بفرمایید. امیدوارم که سربلند و خانه‌آباد هستید. سلامت باشه برادر، شما هم همچنین امیدوارم خوب باشه، بفرمایید. کمتر از این سخنهای آیت الله کمتر عصبانی شدیم. نه یک من نامردیش در چی دیدم؟ نامردیش در آن دیدم که استاد دروغگو این گفته شما را تحقیر کرد پس، لیکن جناب محترم امام علی رحمان گفته پره گرفته است. شما هم رنگ انسان، رنگ همون پرزیدنت همون نقض گپ زدید نسبت یا او باشد شما را همچون تحقیر، ولی او را ای همون چلیکای پای سر میکنه تا بلوشه. خیلی بگذار. خب بگذار، بله ما بحثمون نیست، موضوع را برگردیم. بله بفرمایید. استاد جان دو سوال داشتم اگر اجازت باشد. بفرمایید. سوالی یکمی من استاد کمتر معنی ندارد ولی حقیقت دارد. انشاءالله که پیروزی نزدیک است استاد. انشاءالله. ما از یک چیز نگرانم که در وقت همین پیروزی ما
شما آمدید به سر قدرت ولی ناگهان انشاءالله که نشود این کار، ناگهان از طرف طالبا یگان و این مسلحانه شود، اگر همون لحظه هایی که همین کشور عوض میشد حکومت، در اون وقت، در همون وقت از طرف طالبان یگان و این مسلحانه شده ماند. اگر بعد آینده شما همچون یک پرزیدنت ظالم شناخته نمیشوید استاد در آینده. این سوال یکم. سوال دوم استاد، وقتی حکومت عوض می شود، در پارلمان کشور اپوزیسیا کار و فعالیت کرده می تواند، یا اینکه به مثل ما و شما از کنج آن کشورها اپوزیسیا دوام می دهد؟ می تواند که در پارلمان کشور سیاهی غلطهای حکومت را مثل آینه آشکار کند به مردم از داخل کشور، یا اینکه به مثل ما و شما از کنج دیگر دولت ها همچون گریزه کار و فعالیت میکند. تشکر استاد. سلامت باشید برادر عزیز. ببینید خیلی کوتاه، برای من فرق ندارد که به تاجیکستان ما طالب هجوم میکند، یگان دکتر هجوم میکند، و هر کسی با پرچم اسلام هجوم میکند، با پرچم دموکراسی هجوم میکند. هر کسی پایش را وارد خاک تاجیکستان کرد بداند که دشمنی من است. چه من پرزیدنت باشم، چه در اپوزیسیا باشم، چه یک کارگر عادی باشم، و از وطنم، از کشورم، از خاک و بومم، با هر چیزی که دارم در اختیارم هست دفاع خواهم کرد. اگر پرزیدنتم با ارمیا و ارتش و با سلاح، اگر یک شهروند عادی باشم با همه قدرت توان هر چی که از دستم بیاد من از کشورم دفاع خواهم کرد. بنابر همین برادر عزیز در این مسئله کاملا دلپور باشید. این یک. دوم، در مسئله اپوزیسیا، اگر پیمان ملی تاجیکستان پیروز شد، در پارلمان در برنامه همون داریم این را، پارلمانی که در آن اپوزیسیا نیست اصلا از روی قانون نباید عمل کند. یعنی حتما در پارلمان باید حزب‌های اپوزیسیونی وجود داشته باشند. یکی از اولین قانون‌هایی که ما در کشور قبول خواهیم کرد قانون درباره اپوزیسیا است. در بسیاری از کشورها قانون درباره اپوزیسیا هست. به اپوزیسیا مقام قانونی داده شده است. اپوزیسیا چی حقوق دارد، چی امکانیت دارد، چگونه فعالیت میکند. هیچ کس حق ندارد اپوزیسیای قانونی را از کشور بیرون کند یا از پارلمان بیرون کند. اگر در پارلمان حزب‌های اپوزیسیونی راه نیفتند، معنی آن را دارد این پارلمان غیر دموکراتی است و غیر قانونی انتخاب شده است. علاوه بر این در پارلمان آینده طبق برنامه ما، برادر عزیز، صداتون آماده ایستاده؟ یک لحظه. خب طبق برنامه ما برادر عزیز قانون باید قبول شود، یعنی قانون درباره پارلمان به طوری باید اصلاح شود که یک حزب نتواند اکثریت مطلق آوازها در پارلمان را داشته باشد. این به کدام معنا است؟ او میتواند در انتخابات مثلا 80% آوازها را بگیرد. این میشود به معنای آنکه از 2 حصه آوازها در اختیار یک حزب میتواند باشد که این کاملا باعث آن میشود که یک حزب مونوپول در پارلمان را صاحب میشود. حتی یک حزب مگر 80% آوازها را گرفت، کمتر از 2 حصه آوازها با او داده می شود. آوازهای باقی مانده بین احزاب دیگری که رأی کمتر گرفتن یا نامزدهای مستقل، دپوتات‌های مستقل که آواز بیشتر گرفتن، نمایندگان اقلیت‌های ملی، اقلیت‌های مذهبی، به اینها جا داده می شود تا اینکه یک حزب در کشور، در پارلمان کشور حاکمیت کامل را نداشته باشد. این است برنامه ما برادر عزیز در صورت پیروزی. خب سلامت باشه برادر. یک نفر با نام عبدالرحمن. تشکر استاد. سلامت باشه. بفرمایید برادر عبدالرحمن. برادر عبدالرحمن بفرمایید.
اگر نباشد نوبت رو به دیگر کس بدیم. خب یک نفر با شاه رجب شهیمی اگر باشه در خط بفرمایید، اگر نه برادر تاجیک بچه بفرمایید. خب برادر تاجیک بچه و علیکم سلام بفرمایید. سلام علیکم. صدای مرا میشنوید؟ بله بله هست. من یک اول یک سوال داشتم، شاید در رفت برنامه در اولش اگر نمیدونم جواب داده باشم ممکن یا نداده باشم. برای یکم سوال همین که اگر شما با سر حکومت بیایید، شما کدام نمود حکومت دولت یعنی در نظر دارم اسلامی رو پیشه میکنید یا دولت دموکراتی رو؟ همین سوال. سلامت بشه برادر. من به این سوال در چند صحبت هم جواب دادم، حالا هم کوتاه جواب میگم که ما اگر به سر قدرت آمدیم برادر عزیز، دولت دموکراتی تاجیکستان می شود. دولت دموکراتی حقوق بنیاد و اجتماعی که همه دین ها از آن جمله دین مبین اسلام در چارچوب این دولت آزاد است و مردم میتوانند آزادانه دیگر عبادت های خود را انجام بدهند، لباس دلخواه خود را بپوشند و مسجد و مدرسه خود را بنا کنند، مثل دولت های آزاد و دموکراتی دیگری که هست. ولی موضوع کمتر از بحث ما دورتر است برادر عزیز. اگر شما در موضوع تمام دارید بفرمایید. با هم خاطر ما برای چی فهمیدیم و گفتم که شاید شما جواب داده باشین در برنامه، در قسمت اولی برنامه و من جواب شما رو نشنیدم. و چی خاطر مقصد که شما سر اول حزب نهضت اسلام رو تشکیل کرده بودیم، با برنامه به سر قدرت آمدن و تکمیل دادن تشکیل نمودن دولت اسلامی را داشتید و با همین مقصد تا اونجایی که من معلومات دارم با دولت‌های کشورهای عرب سفر میکردید، همین فکر و نقشه و نیت و مرام و تشکیل کردن همین دولت اسلامی و خلاص برنامه‌های خود رو با کشورهای عرب پیشکش میکردید و تو چند اندازه‌ای که ما معلومات دارم حتی کمک مالیوی را نیز میرسونیدن و آمده دیدید که بر مقصد نهایی رسیدن نتونستید و پیشه کرده قسمت دموکراتی رو. یعنی با چی خود یعنی شما برای به هدف خود نائل شدن میتونید از همین فکراتون بود دیگر. ببینید برادر عزیز، چون من میخواستم تا آخر شما صحبت کنید، صحبتتون رو تمام کردید، اما من سوال داشتم. شما گفتید که شما در اول میخواستید که دولت دینی اسلامی بنیاد کنید، تا جای من میدانستم و این اون همین معلومات رو شما از کجا گرفتید؟ یک ورق، سند، آیین‌نامه، برنامه، یگان حجت دارید در دستتون؟ نه وقتی که شما فعالیت اگر شروع کنیم از فعالیت رسما فعالیت حزب نهضت. برادر عزیز شما گفتید که من معلومات دارم، همون معلوماتون به مردم پیشنهاد کنید، به من پیشنهاد کنید. خب معلومات ندارید، پس ببینید برادر عزیز از توسط شبکه‌های اجتماعی میفهمید، از توسط نمایندگان حزباتون که بود در همین فعالیت میکردن در تاجیکستان، در همین فعالیتون در اینجا و ضمن سفرها داشتم. من توسط هم برنامه اجتماعی اینترنتی با ایران سفر کرده بودم، میدونم تا اندازه با خب کشورهای عرب بود، خطا نکنم یعنی قشقایی دام نیست کدام دولت بود. برادر شما یعنی معلومات مقصد معلومات سفرها را داشته و برادر شما مثلا سیاست شناس خواندگید یا حقوق شناس یا معلوماتتون چی است؟ من اون را فقط برای خودم میپرسم چون میخوام بدونم که با کی صحبت کرده ایستادم. اگر شما ببینید شما مثل یک انسان معذرت رهگذر صحبت کرده ایستادید که شما به ایران سفر کردید،
من به ایران سفر کردم، به عربستان، به امریکا، به اروپا، به تمام دنیا را گشتم، با همه ملاقات کردم، همچون رئیس حزب، همچون دپوتات، همچون شهروند، همچون سیاستشناس سخنرانی ها کردم. این یعنی دیگران هم میروند، مثلا امام علی رحمان هم سفر میکند، رئیس احزاب دیگر هم سفر میکنند به ایران، به عربستان، به امریکا. آیا سفر کردن به یک کشور، ملاقات کردن معنای کمک گرفتن یا اینکه معنای اون رو دارد که اون کشور در پشت ما هست؟ بعد شما میگید دلیل من شبکه‌های اجتماعی. من برای میپرسم که شما تحصیلتون چی است؟ نخواد انسان وقتی که میگن که دلیل بیار، یک حجت، یک سند، برنامه، میگه که من شبکه‌های اجتماعی. ما در اینجا بحث جدی کرده ایستادیم، بحثی مثلا مثل برادر آیت الله میاد بعد میگه که من حرفی من و شما نیست، ما باید در اساس سند گپ بزنیم. اگر زیدی من یگان گپ دارید، مثلا میگه که در برنامه حزب شما نوشته شده بود یا شده است که حزب نهضت میخواد تاجیکستان رو کشور اسلامی کند، شریعت رو تطبیق کند از فلان سال، از فلان وقت، من با شما صحبت کنم. اما یگان دلیل ندارید، یگان مسئله ندارید، میاد تکرار میکنید همیشه. نه تنها شما، بسیاری از دوستان شما میان تکرار میکنن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چرا دولت دینی ساختن میخواست در اول و حالا میخواد دموکراتی بسازد. حزب نهضت در کجا میخواست دولت دینی بسازد؟ در کدام سند، در کدام برنامه، در کجا این قبول شده است؟ چرا این دروغ، چرا این تهمت؟ نهضت اسلامی تاجیکستان از روز اولش گفت که میخواد یک تاجیکستانی آزاد و دموکراتی بسازد. برید از آیین‌نامه حزب در سالهای 91، 92، سال 90، در سالهای 2000 پیدا میکنید این رو. چرا ما دائم باید بدون اساس و بدون دلیل صحبت کنیم و فکر کنیم که مردم هم باید میبخشید بی‌سواد هستن، باید گوش کنن گپ ما رو؟ بنابراین برادر عزیز بیاد از این بعد وقتی که وارد موضوع میشه موضوع رو بسیار مفصل و کم صحبت کنیم. همین نامش برادر بیاد موضوع صحبت ما این است که آیا ما مسلمان ها باید یک عمر در تابعیت دیکتاتورها زندگی کنیم یا اینکه میتوانیم یک رهبری دموکراتی و آزاد داشته باشیم که هر 5 سال 10 سال عوض شود؟ نظر شما چی است در این باره؟ انا با فکر شما ما یک مسئله همین وقتی که دیکتاتوری میگه وقتی چی میگه ما یک چیز با هم برنامه شما و دیگر همون نفرانی که ضد سیاست امروزه حکومت گپ میزنن یعنی همین گپ میزنن، من یک چیز همیشه در چی هستم، برای چی یعنی شما همه وقت در برنامه‌تون فقط طرف منفی حکومت کارهای منفی گپ میزنید و حداقل یک مرتبه در کاری مثبت کاری مثبت را گپ نمیزنید. مثال حتی جنگی که در اسفاره شد بین مثال قرقیز و پتی، حتی شما بر برنامه شما دا برام گوش کردم برنامه‌تون دا یک نمود گپ زدید که طرفداری از بگیم قرقیزا کردید و طرفداری از حکومت ما نکردید. سلامت باشه برادر. ببینید من برآمد یکم واکنشی که برآمد کردیم و بسته همین مسئله با اون مسئله شما برادر عزیز، من هرچند دعوت میکنم، کوشش میکنم که شما را بیارم برگردونم به موضوع اساسی صحبت، ولی بازم شما مثل همون قصه کیک میروید با همون سوالهایی که خودتون تیار کردید و همونا رو تکرار میکنید. بیاید از این بابت کوشش کنیم که موضوعی صحبت کنیم. همین سوالتون رو، همین موضوع رو در جاهای دیگر وقتی که موضوع آمد در همونجا مطرح کنید، سوال و جواب شد، خوب است. چرا ما فکر میکنیم این یک نمود به احترامی است نسبت شنونده، نسبت کسانی که آمدن که در موضوع صحبت کنند. اما همیشه تکرار میشد چرا شما در سال 90 اینا کردید، اونا گفتید و چرا رحمانوف رو یا که حکومت رو تنقید میکنید. برادری عزیز، نام ما اپوزیسیا هست. یک میگن پوزیسیا، اپوزیسیا معناش همین است که ضد. من از نام همین وقتی یک حزب اپوزیسیونی شد، معنای اون رو دارد که این حزب موقعش ضد موقع همین حکومت است. در یک کشور دموکراتی این قبول شدگی است. برای مثال ترامپ 4 سال پرزیدنت بود، بایدن با حزب دموکراتی اپوزیسیا بود، ترامپ رو تنقید میکرد.
امروز بایدن پرزیدنت شده است، ترامپ اپوزیسیا است، بایدن رو تنقید میکند، تعریف نمیکند، بایدن رو تنقید میکند. با وجود همین هم ما همون قدر با اپوزیسیا با انصاف هستیم که اگرچه اپوزیسیا باید زید گپ زنیم از روی قانون ها و معیارهای دموکراتی و فرهنگ سیاسی، بازم اگر یک کاری مثبت باشد، یگان پیشروی باشد میگویم حتما. شما در همین چند سال اخیر من کدام کاری رحمانوف رو، پرزیدنت رو، حکومت رو تعریف کنم؟ با من یک مثال بیار. بگو که برادری عزیز، مثلا در مسائل اقتصادی تاجیکستان در سال 2015 پیش از برآمدن شما از تاجیکستان در ریتینگ اقتصادی در مثلا جای 150 بود، حاضر بهتر شد وضعیتش. من مجبورم تعریف کنم، بگم بله اینجا پیشروی داریم. در مسئله حقوق بشر، آزادی، دین، سیاست، کدام پهلوی سیاست امروزه حکومت تاجیکستان رو من پیشروی دارد که تعریف کنم؟ حالا اگر بخواهم در وقتی کرونا ویروس مارشروف که شود من مجبورم تنقید کنم، به مردم کمک نکند، راه را پولکی کند، مردم مهاجر است. اگر من تنقید نکنم وظیفه من تنقید کردن است. من سر قدرت آمدم، شما اپوزیسیا شوید، امام علی رحمان اپوزیسیا شود، شب و روز مرا تنقید کند، وظیفه‌ش همین تنقید کردن من است و باید هم تنقید کند. طرفداران من تعریف میکنن، اپوزیسیا من تنقید میکنن. شما طرفدار امام علی رحمان باشید، مثلا حزب خودش تعریف میکند، من یگان بار میگویم که شما چرا امام علی رحمان رو تعریف میکنید؟ برای که وظیفه شما تعریف کردن است، اعضای حزب شما است، رئیس شما است. اما شما وظیفه دار نیستید که رئیس یک حزب دیگر رو تعریف کنید، و خصوصا وقتی که اپوزیسیا باشید. بنابراین برادر عزیز بیاد اولش که موضوعی صحبت کنیم، بعدا مثل یک نفرای صحبت میکنید گاه که آدم میگه که همین از کوچه سیاست گذشتن نگذشتن، جهان را میبینن و همیشه همون سوالهای از پیش تیار کرده خود را در هر موضوعی هم که باشد وارد میشه، تکرار میکنید که این یک نمود به احترامی نسبتی شنونده های دیگر است. خب یک برادر دیگر هم اینجا میخواهد گفته است که قبول کنید. خب برادر قبول کردیم، بفرمایید. سلام علیکم استاد گرامی. و علیکم سلام. استاد من یک انسانی هستم که سوادی کافی ندارم، خاصین که هفتمی مکتب خوندگی هستم. خب اول میخوام که یک کوتاهک صحبت کنیم درباره کره شمالی و بعدا در دوام همین صحبت یک سوال دارم. خب کره شمالی تا جایی که من میدانم یک دولتی میتوان گفت که قدرتمند است، یعنی همه تیر و توپ و تانک و همه چیز دارد. اگر مردمش هم مردمی قشاق و کمبغل باشند همه چیز دارد، تیر و توپ و تانک و راکت‌های و همه چیز دارد. خب امروز همون مردم هم میتوان گفت که در همین دولتی دیکتاتوری همچون یک اسیر زندگی دارند. و سوال چنین است استاد، امکان دارد که تاجیکستان یعنی رحمانوف امکان دارد که تاجیکستان ما را با همین اقتصاد پست و با همین حکومت ضعیف و ناتوان و بیسوادان امکان دارد که حکومت ما هم به همون کره شمالی بکشاند؟ رحمان سلامت باشید. خوب کرده گفتید که صنف 7 خوندگی این خیلی مهم است. یعنی معلوم میشود که آدم دانش و سوادش از روی دیپلمش و گالستوکش نیست. و من اون برادر پیشنگی رو پرسیدم که چی خوندگی، برای که وقتی صحبت میکرد شاید همون حالا دعوا دیپلم دارن، شاید که اعضای یگان حزب و سازمان طرفدار رحمانوف هستند، اما واقعا مسئله گذاریشون مثل یک آدمی که از کوچه علم نگذشته است. اما شما میگید که من صنف 7 خوندگیم، برابر خیلی از دیپلمدارها با سوادها مسئله گذاری کرده، چون از خودی سوالتون برمیاد. برادر عزیز، شما نمیدونم چند ساله، من در زمان شوروی زندگی کردم، درس خوندم و همچون شهروند اتحاد شوروی سوویتسکی سایوز به خارج سفر کردم. اتحاد شوروی یک کشور سربسته بود مثل همون کره شمالی، اما چخیلی که کره شمالی قدرت دارد، قدرت نظامی، بالستیک راکت دارد، راکت‌های بینی قطعی دارد که میتواند یک قطعه دیگر را هجوم کند. میترسن از کره شمالی و با او گفتگو میکنن. شما درست گفتید، یک شهروند کره شمالی از همه آزادی و محروم است. خیلی واقعا هم من معذرت میخوام مثل یک پوده زندگی میکنن از لحاظ آزادی ها. اما شاید همون شهروند کره شمالی چخیلی که من همچون شهروند روسیه معذرت میخوام اتحاد شوروی گاه
در خارج فخر میکردن، اونا هم شاید فخر کنن از آن که مثلا قدرت دارن، قدرت نظامی دارن، راکت تولید میکنن و خودشون از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن، خیلی از تکنولوژی رو خودشون تولید میکنن. من وقتی که با پاسپورت اتحاد شوروی سفر کردم، دانشجو بودم در یمن، همه فقط پاسپورتم رو نشان میدادن در بعضی جاها، دیگر اصلا مرا ره باز بود. هم یا شوروی رو احترام میکردن یا میترسیدن و میدونستن که یک ابرقدرت است و از شهروند اتحاد شوروی هم حالا یک احترام داشتن. اما تاجیکستان امروزه ما، بدبختی ما ملت تاجیک و مصیبت همون در همین است که از لحاظ آزادی ها تقریبا شده مثل کره شمالی، از لحاظ پیشرفت اقتصادی و تولید و امکانیت ها و قدرت برابر کشورهای افریقایی همون قفا مانده هستیم. حتی افغانستان امروزه با وجود همه مصیبت هایش از لحاظ مجموعی محصولات داخلیش و پیشرفت اقتصادیش از ما بالاتر است. هم آزادی بیشتر دارن انسان ها و شهرونداش، هم پیشرفت اقتصادی دیده می شود، اگرچه در داخل کشور جنگ است. ما حتی ببینید یک همین دندان کاوک رو استحصال نمیکند حکومت رحمانوف، با همین قدر دعوایی که دارد. همین گروهی که در سر حاکمیت هست 70 سال شوروی سر حاکمیت بودند، نامشون رو عوض کردند و از کمونیستی به حزب خلق دموکراتی. امروز 30 سال دیگر در مجموع 100 سال است که همین گروه بابا و اجداد و همفکراشون در سر قدرتند. همیشه دعوای آن دارند که ما تاجیکستان رو از قفاروی نجات دادیم، اگر دیندارها می اومدن تاجیکستان نمیدونم عصر میانگی میشد، از این پیشرفت ها میمون. اینا مثل که پیشرفت رو در همین رقص و بازی و مشروف کردیدن، اما یک ناخونگیرک، یک دندان کاوک، یک چیزی رو استحصال نمیکنن. کنی همون سلاحشون، راکتشون، کنی ماشینی که استحصال کنن، نه اینکه بیان در تاجیکستان زبار کنن به اصطلاح، زبچستا رو بیارن یا سیخ میزنن بعد میگن که ما اتوبوس ملی استحصال کردیم. نه، اون اتوبوس در جای دیگر استحصال شد، شما اینجا آمدید مثل هم یک استخوانه این کارو همون هر یک کارخانه تعمیر ماشین هم کرده میتوند، بهتر از شما هم انجام میتد. زبچست رو از دبی از گرمانیا میارد، ماشینای مرسدس رو هم جمع میکند و یک ماشین نو میسازد برات. بنابر همین من موافقم با شما که مصیبت ما در اون است که هم در یک کشور دیکتاتوری زندگی میکنیم، از همه آزادی ها محرومیم، هم باز نه قدرت داریم نه توانمندی داریم. اصلا با پاسپورت تاجیکستان هر کجای برای ببینه در همون روی خطی تاثیر پاسپورت ها. پاسپورت تاجیکستان با چند کشور به ویزا سفر میکند. خب حداقل پاسپورت اتحاد شوروی یک قربه داشت، شهروندش آبرو داشت، ولی ما کجا میریم با این پاسپورت؟ کدام روز با فکرم در اون کشورهای اسیایی هم دیگر به ویزا رحم نمیتیم. خب یک دقیقه بفرمایید. خب استاد، تولدی من 79 هست و من واقعا تا صنف هفتمی مکتب خوندگی هستم، چون وقتی که ما از گریزگی برگشتیم از طرف غرب و خانه‌های خود برگشتیم، تا صنف 7 مکتب خوندیم و دخترای ما را همش شو دادن، هم صنفمون و شوهر دادن و همین خاطر ما را دیگه درس ندادن. 5 نفر پسر مونده، ما را درس ندادن. واقعا من خوندگی نیستم، اما هر سخنی که میگم در اینجا، هر سوالی که میکنم، من از سال 2013 شما را تماشا میکنم، صحبت‌های شما را تماشا میکنم و همه فکر اندیشه‌ای که دارم، همه صحبت‌هایی که من میکنم از زبان خود شما مختگی هستم و شما را همچون استاد خود میشناسم و فخر میکنم، افتخار میکنم که ملت من چنین یک مردی باسواد دارد. این فخر من است، افتخار من است. و درباره که همون آیت الله گلایف گفتند، خب دموکراسی من فکر میکنم که وابستگی به هر یک ملت و فرهنگ هر یک ملت و با منتالیته هر یک مردم دارد. خب اروپا که یک دولت خریستانی است، در اونجا اجازه دادن که مرد با مرد ازدواج کند، اما در ما که مسلمان هستیم، اگر دموکراتی باشیم، هیچ وقت مردم ما، من باور دارم که 100% مردم ما با این کار راضی نمیشوند. برای همین دموکراسی برای هر یک مردم، هر یک ملت، من فکر میکنم که فایده آور است، ضرر آور نیست. خب تشکر زیاد استاد گرامی. سلامت باشه برادر عزیز.
باور کنید همین مفهوم دموکراسی را از من خوبتر شهر داری برادر. حالا صنفی چند خوندی نمیدونم، من اکادمی دیپلماتی ختم کردم ولی مثل خودت ساده و روشن شهر داده نتونستم. خدا خیرت بده. اما یک خواهش دارم برادر، من اصلا شک ندارم که خودت همین ما را صمیمانه گفتی که حرفای ما را گوش میکنی و از ما چیزی آموختی و کمتر در تعریف هم مبالغه کردید برادر. من در صمیمیت شما شک ندارم، اما خواهش میکنم که من بعد همین رو احتیاط کنیم و کمتر گوییم، چون که همین طرفداران امام علی رحمان هم بسیار صمیمانه تعریف میکنن، اما وقتی پیش رای همین تعریف ها رو نمیگیرد آهسته آهسته به مداحی و چاپلوسی و به شخص پرستی میرسد که دیگر آدم باور میکند که واقعا یک آدمی از آسمان فرآمدگی است و دیگر باید فقط در حق او شعر بخوانن و او را تعریف کنن. اگر یک کس تنقید کرد دشمن میحسابد. نکنیم که آقای کبیری، آقای کبیری، بله آقای کبیری، من هیچ وقت یک اگر شما پرزیدنت شوین ان شاء الله که من باور دارم که هیچ وقت شما را خیلی تعریف نمیکنم، اما امروز شما پرزیدنت نیستید. سلامت باشه. برای همین من این حق دارم که شما را همچون استاد خود حرمت بکنم، احترام بکنم. واقعا نکته خیلی مهم است. نکته خیلی مهم است. میگن مردی نبود فتاده را پای زدن، هر دستی فتاده بگیری مردی. امروز اپوزیسیا مبارزین سرکوب شدن، مهاجرند، برادرها زندانی شدن. واقعا این جوانمردی شما است که در همین لحظه دشوار میاد از ما پشتیبانی میکنید. اما خواهشم همین است، همین خیلی جوانمرد باقی بمانید. وقتی ما سر قدرت اومدیم اپوزیسیا پیروز شد، تعریف رو بس کنید، باز بروید همون یگان نفری که خدای نکرده از دست حکومت نو اگر مظلوم باشد و اذیت شده باشد او را تعریف کنید و دلبرداری کنید. خدا نگهبان باشه برادر عزیز. سلامت. تشکر. خب برادر عبدالله بفرمایید. برادر عبدالله، بعد یک دو سه نفر دیگر از برادران نوبت میگیرند. ساعت هم قریب 2 ساعت می شود. در 2 ساعت ختم کنیم ان شاء الله برآمد رو. برادر عبدالله بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمدین کبیری برادر خسته نباشی. سلامت باشه برادر عزیز، بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز یک دو سخن احتیاط پرسیدنیم. باوری دارم که باید سخنهای ما سخنهای مشکل نیستن، مثلا ناراحت نمیسازن. مثل هر یک برادر مسلمان همزبان تاجیک از تاجیکستان حرمت عزت میکنیم، سخنات گوش میکنیم، پیگیری میکنیم. همین یک خواهش دارم که اگر همین خواهش ما را اجرا کنیم سر ما خوب میشیم. همیشه در حق شما دعا میکنیم، ان شاء الله دعا کردیم و باز دعا میکنیم. یکی لیچ نه همین خودت من یک سخن دارم که همین پریمو همین من در جواب شم مثلا بگو یکی همین کار انجام شود. این یگان کاری که نیست برادر. شنویدی برادر؟ بله بله بفرما دوام که. خب خواهش من همتری که همین خصوصا این خودت همین سخنهای من نیتا که شما در ادریس سواد کردگی در محمد اقبال شما اشتراک میکنید، دیدین برنامه ها را و خصوصا من میخوام که شما یا حسین اشرف ایتینا دعوت کنه در برنامه ایتون بگیم یک کامنتی رو که یک ایتینا پدرش کنه که من باوری دارم که هدف شما، هدف ویا هم، هدف من هم طرف شما هستم، هم طرف بگیم حسین اشرف. در برنامه هر یک دیگر باید دعوت شوند که مثال در همین فکر من یک فکر ناراحت منم میگذاره که چی با اینا با ایناش مثال یک جا نمیشوند. یعنی یک ناراحتی است. در همین کش ما شرط میکنیم که چی یک جواب میداده خصوصا نه که همین کار باید انجام شده شود. این مثال شما چی فکر داری که و یا در برنامه شما اشتراک کنن شما را مثال و یا چهره آشکار چهره شناسن شما هم در برنامه و مثال 5 دقیقه 10 دقیقه مثال یک اومده مثال یک سخنرانی خونه گفته این مثال بهتر خوبتر میشید. این جمعیه برای ما جمع نشویم یک نشویم مثال نمیشه. ما نمیگیم که شما مثال همه تو یک گروپ شوید، نه چند گروپ شید رزنبرز نمیگیم رسیقتی انا شما باید مثال ملاقات داره ما ببینیم
لیش من مثلا شخصا این همین خدم میفهمم که همین خدمت برادر در همین حق و باطل یا در گروه 24 در دیگرش یا سلمان شه یا دیگرش همش گروه 24 همش کسی جانبدارای شما مثال یک بگیم پالیتیسکی اورینده یک مثال ببره در پول و یا در پول شما بریان گپ زنن بعد همینا اگر بشوه همین سخنم ان شاء الله نصیب باشه در حسین اشرف هم میرسونم که ویم مثال مهمانی برنامه شما شوه کرد چه فهمیدی؟ خوب فهمیدم برادر عزیز، سلامت باشید. من همیشه آماده هستم در برنامه محمد اقبال صدرالدین که دعوت میکند برآمد میکنم. چندین بار برآمد کردم. اگر برادران 24 حالا هر کدامش که باشد در کدام برنامه باشد دعوت کنن ما حتما شرکت میکنم. حالا اینا به طور رسمی در همینجا اعلان میکنم که بیان برادران در برنامه ما شرکت کنن. این موضوع مشترکی که داریم و هدف مشترک است و من فکر نمیکنم که یگان اختلاف نظر باشد، یگان ضدیت باشد، این وجود ندارد. خب دیگر این پیشنهاد این برادر کرد، من قبول دارم، جانبدار هستم و دیگر با گفت مردم توپ در میدان برادران دیگر هست. حالا اگر ضرورت به دعوت رسمی است من میتونیم دعوت کنیم، اگر که همه برادران بیان آشکار به یگان دعوت شرکت کنند باز هست. ما هم انشالله هر وقت که فقط من تا این وقت خودداری میکردم برای اینکه همه خیلی مشورت شده بود که ما دیگر در حالا حداقل فاصله را نگه بداریم. اما اگر برادران گروه 24 مثل من اعلان کنند که هیچ مشکل نیست که من در برنامه‌های آنها اشتراک کنم، دیگر ضرورت به دعوت نیست. من خودم میام در برنامه‌شون وارد میشم، شرکت میکنم، بحث میکنیم، صحبت میکنیم. من یگان اشکال ندارم برادر. اگر برادر جان من یک دوست والله بالله بالله کو در حق خود در حد محمد اقبال در حق حسین اشرف در همه برادرایی که مبارز هستن کو والله که مینت نشه گفتن هر من همه شما را از برای الله میدارم، همه شما را. و من مثال استاد نمیگم، برادر میگم، محمد کبیر، حسین اشرف، من همه شما را دوست میدارم. شخصا اگر حسین اشرف همین سخن گفته باشه، اگر تو مثال سخن یک دوست، اگر من تو را دوست میدارم از برای الله والله قسم خورده هستم، الله شاهد است، تو مثل یک خاکسار برادر در برنامه‌اش یک روز داخل شه بعد ما آرام باشیم، لیش خصوصا بگذار همه آرام، من همیشه کم آرامم نه که یک خاکساری آدمیزاد هم میفهمونه که ویام در حتما در بگم میدان شما هم بگم سخن بگم که ما هدف داریم. من 100% راضیم برادر، من 100% راضیم. فقط از همین میترسم که وارد شدن من به برنامه برادر حسین اشرف یا برادران دیگر از گروه 24 مبادا خلل وارد نکنند. اون برادرها با برنامه من هیچ خلل وارد نمیکنن، برعکس ما خرسند میشیم و خیلی خوب استقبال هم میکنیم. اگر برادران به یگان شکل بفهمونن یا به شما یا به هر کسی دیگر یا اصلا بگن که نه هیچ اشکال ندارد، دیگر نیاز به دعوت نیست. من با کمال خاکساری و برادری میرم. من دعوت میکنم اکا جون، من که حسین اشرف در برنامه شما برویم، در برنامه شما ما در برنامه او من طرفدارم هستم اکا، من هر دیتا مثال اینک تمام برادر. خیلی خوب. در موضوع بحث من یگان گفتنی داره درباره سوال یگان گفتنی دارد که چرا ما مسلمان‌ها باید همیشه من اکا دوستت میدارم نه که سخنی را با میزنم که تو مثال نه هر شب من به سوادم خیلی که برادر پیشتر برامد گپ زد که صنف 7 میخونم و 7 دارم، من صنف 2 خوندگیم والله بالله همراه بعد استاد بگم خود نمو سماوچ کا الحمدلله خداوند عقل من دادگی. من همین سوال یک چیز دیگه بگم که یک کمبودی شاید کمبودی باشه، شاید من در همون وقت مایده بدم نبودم حقیقتا نمیدونم. پیش وقت اینا مثال شما بوده اپوزیسیونر بگم کمتر شجاع بوده و تری مردم از جلب نکه بختون مثال میدونسته که به همون راه میره و میدونسته که این راهی حق نیست و در همه حالت همه کار و دستی و انتظار ممکن بودن بود. اینا شید همون کار شما مردم باید حال هم جلبتر کنه، هر روز برنامه کنه، دعوت کنه، مثل بگم هفتانه روزو هم چریزدن هم تو حدی که قوت داری اکا. این هم قصفم دارم. تمام اکا جون. سلامت باشه برادر. فکراتان راست خداوند نگهبانتون باشد. باز در تماس میشیم. خدا نگهبانتون. حتما برادر در حقتون دعا میکنیم. خب برادر عزیز شعر الله بفرمایید.
خیلی کوتاه برادر، اگر از موضوع بیرون نرویم دیگر، بیاید در اطراف موضوع در آخر چند صحبت کنیم. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و علیکم برکاته. برای موضوع این از شما میگه که نخواهد حتما او دیکتاتور حقی نداره که بر سر مسلمان ها این قدر سال حکمرانی کنه. بچی مثلا این همین شما خودتون یا فکر کنه در تاجیکستان همه آیلی که پس اینا که او رهروکا را نمیگه مکه جون، همو کارای همو میلیسگی ها خودشون در همو برنامه میگن که 1,500 میگیره آیلیک. اگه شما بینه که اونا ماشین دارن، هر یک همو کارکنی ارگان میگیم، همو در یک ماه هوایی را سوال میتی که در یک ماه شما چند در زپرف، چند بار زپرفکه میکنه. از بنزین در تاجیکستان 8 یا 9.5 سمه. مقصد دیگه او با 5 لیتر 10 لیتر کاراج بود نمیشه، اما خاصه کمین. بله درست. او در کمش ده هیچ چی نریزه، در یک زپرفکش اگر 20 لیتر بریزه اوجه خودش قریب 200 سومون یا 150 سومون میشه. انا که بینه که در او 1,500 آیلیک میگیره، فقط در بنزینش قریب 900 سومونش میره. به غرض او زن داره با فکرم با یگام دختر کماندیر گرفتگی یا یگام کارکنی کلانه او هیچ نخره. اکنه او با میگن که شما یا تاکید نکنه یا اولاد فقط من ای همو آدمایی که خودشونه ای همو زندگی خودشون گرفته استن همو یا خش توارش بیاید. او تاجیکی ما هم خیلی مهمان دوست داره که باید در روی در سرخانش مغز چغز داشته باشه. هم خاصه کجون 1 کیلو دانه چهارمغزی که در هم جای خود میشه پیسته 220 سومون 1 کیلوش. این همون نیم کیلویش حساب میکنیم ای 5 نمود خودش اوجه قریب 800 سومون شد. او 1,500 آیلیک میگیره اوجه فقط برای رسخود بنزینشو همون روی در سرخانش 1,600 شد. ولی ما حساب نمیکنیم که پلی سویت، پلی آرد، پلی روغن، پلی مکتب، پلی کوده 1 تا داری 2 تا داری. با اونو میگه که شما فقط تنخید میکنید. با او کارکنی ارگان که پولش که نرسید با او با همون در قشلاقی که کار میکنه یا بچه‌ای که در روسیه کار میکنه که مهنت میکنه میویا 2 ماه میگرده بیکار. همین اختار میدونه که آدم بیکار در هر راه میروه. همین هم پس میگیره میشه نشکش. با همون همسایه‌ای که هم کارکنی ارگانه قطعی 2 تا دیگه رنگ خودش خود چمنه که نمیگه که این بچه نشه میکشه با اون نشه فروش نمیتونن چقشی درکه برایش که ایو کلانترش با میخروه هوای با میبرن همون بیچاره آوردگی اگه همسون در دست کمپیری مردرشه پدرشه تا عدل هم نمیبرن اکه میرون تا دهنی در عدل همه خیلیش میکنن که هم بچه و چیش زنگ میزنن. سلامت باشه. اگر حالا فکراتون فکرات جالب است خوب است، کم کم وقت هم رعایت کنیم خوب میشه دیگه. برادران منتظرن اگر جنبه است کنه خوب میشه. خب ما همه گفتنیم که این نباید خیلی باشه اکجون همش همون چارچوبه چون میگم که همین 4 سال در 4 سال آباد که فردا با 60 سال دیگه که عمر میبینی یا همون 60 سال خلق عیادش نبرورده، نه اینکه که 60 سال هم حکمرانی کنو هیچ در یاد خلق خوبی نباشه. سلامت باشه برادر عزیز، خدا نگهبان باشه. حالا از برادرایی که واقعا هم برای همین موضوع یگان گفتنی دارن از همونا خواهش کنیم که همونا نوبت بگیرن وارد شون، چون میدونم مردم حرف گفتنی خیلی زیاد دارد و جمع شدگی از در دل همه مردم. ولی موضوع ما درباره دیکتاتور، درباره آنکه ما مسلمان ها ما تاجیکا میتوانیم در یک کشوری آزاد زندگی کنیم یا نه، اگر برادرانی که در این موضوع گفتنی دارن همونا باقی بمونن نوبت بگیرن دیگران رو ما خداحافظی کنیم. حالا از هر کسی که نوبت میگیرد خواهش میکنم در این موضوع صحبت کند. برادر محمد جان شما بفرمایید. الو. بله. الو. بله بفرمایید. الو. میشنویم برادر محمد جان بفرمایید. الو. الو. مثل که این برادر صدای ما رو نمیشنود. برادر محمد. سلام علیکم. علیکم سلام.
سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید. مثل که این برادر قطع شد. خب یک برادر دیگر با نام انتظاری و به همین بعد خداحافظی میکنیم. امیدواریم که کوتاه‌تر صحبت میکنم. بفرمایید. برادر انتظاری بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم سلام. سلام علیکم برادر یک بار دیگر و سلام به تمام مخلصان. در مسئله که از گپ زدین موضوع امروزه مردم مسلمان یا که مردم تاجیک در همه چیز زندگی کردن کی هم برای مثال کی نمیخواد که آسوده کی باشد زندگی نقص کند. با همین خاطر مردم هم که خسته شدگیان رای زندگیشون نمیدونن چیکار کنن. یک رهبر، یک پیشوا، یک آدمی در کار که مردم همی چی بکشه ببره مقصد. ما چرا در همین میبینم که مردم همین چیز در مردم نمیرسد. شما فکر نمیکنید که مردم خیلی که از دیکتاتور خسته شد، از پیشوا هم خسته شده است؟ شاید که یک مدیر نیاز دارد ملت که یک نفری که مدیریت کند. استاد امیر در نظر دارم که مردم امیر در چی دارد نه که امیر چی خچونا ندارن، ویبر خچونا ندارن که مقصد کی را ویبر کنن، عقب دنبال کی شوند، چیکار کردنشون نمیدونن. مقصد یک میگه گرای کارشون گم کردگی برین همین خیلی مردم در چیکار موندگی در دنیا راه موندگی. خب انشالله همین مشاهده کرده است که آیسته آیسته دیگر نیروهای مبارز با هم جمع شده ایستادند. من همین برادر پیشکی گوش کرده دیدم که مردم دیگه خودشون دعوت کرده ایستادند که شما حزب و حرکت ها، لیدرها، شخصیت های سیاسی تا کی از هم دیگر جدا فعالیت میکنید؟ کی شما با هم نزدیک میشوید؟ کی مبارزه متحد میشود و یک جای بتوانیم این مصیبت را از بالای ملت برداریم؟ همین دعوت های مردم و همین روحیه مردم من باور دارم که آیسته آیسته خودش به یک نتیجه خواهد رسید. اگر حالا واقعا ببینیم که نه دیگر این دعوت مردم هم فایده ندارد و یگان نتیجه نمیتید، بعد خود ملت خودش تصمیمش رو خواهد گرفت. من فکر نمیکنم که ملت همین خیلی منتظر بایستد که 5 سال 10 سال دیگه که نیروهای اپوزیسیونی با هم متحد میشوند و با هم ساز میگیرند. نه، اونو مردم دنبال خودش میرود، راهش پیدا میکند حتما. سلامت باشه برادر عزیز. خب اینجا مثل که یک سوال خطی هم آمده است. اگر برادران راضی باشند من همین را قرائت کنم. سوال استاد که پروتکل 3220 رو اقتباس آوردن، یعنی این پروتکل 3220 چی باشد؟ شاید حالا اگر اینجا شرطی هم با 5 مینوت 10 مینوت این پروتکل فهمانده نمیشد، باز یگان ساعت دیگر در اینجا باید من گپ زنم. فقط با یک جمله میگم پروتکل 3220 سال 2011 از طرف پرزیدنت امام علی رحمان امضا شد. یک پروتکل مخفی است در شورای امنیت ملی تاجیکستان که کاملا ضد کنستیتوسیا، ضد سازشنامه صلح و ضد منفعت‌های ملی هست. برای همین پنهانش کردند، مخفی بود، ضد نهضت اسلامی تاجیکستان، ضد دین، ضد ملاها، مسجد، مدرسه. ولی اون را کدام از رسانه‌های روسی نشر کرد، بعد به دست مردم افتید. ما هم با پروکورور گنرالی مراجعت کردیم، دعوا کردیم. بالاخره نتیجهش همون شد که همه مسجدها را، همشون نه البته، امام خطیبا را عوض کردند، نهضت را بستند، حزب‌های اپوزیسیونی رسانه‌ها را بستند و ملت را به همین روز آوردند. تاجیکستان دارای پیشوا شد، اما یک کشور قشاق و کمبغل. نتیجه پروتکل 3220 همین. حالا از این بیشتر دیگر وقت نیست که شرح بدیم. یک سوال دیگر آمده است. آیا کبیری آماده است که با مخالفین یعنی مخالفین نهضت سر میز بحث بشیند؟ بله، ما هر کسی میگه که من طرفدار حکومت جمهوری تاجیکستان هستم، من با او سر میز بحث میشینم. اما هر کسی که میگه که من مخالف امام علی رحمان و مخالف حکومت عمل کننده هستم، من با او سر میز بحث نمیشینم، با او سر میز همکاری میشینم. میشینیم، مشورت میکنیم، همکاری میکنیم و راههای
برآمد از این مشکل رو پیدا خواهیم کرد. اما بحث رو این بحث و جدال و اینها رو من با کسی میکنم که خودش رو طرفداری امام علی رحمان و یا حکومت عمل کننده میدوند. قاعده بحث همین است. بنابراین من آماده هستم با هر دو گروه، با هر کسی که باشد، در هر کجایی که باشد، فقط باید اون طرف خودش رو معرفی کند که موقعش چی است. موقعش یعنی مخالف است، اپوزیسی است ضد حکومت یا اینکه طرفدار حکومت است. خب همین بود دوستان گرامی. 2 دقیقه دیگر وقت داریم. یک نفر دیگر هم اگر برادر محمد باشند بفرمایند، بعد خداحافظی کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد عزیز سازین خوب هستن؟ سلامتیتون خوب است؟ تشکر. سلامت باشه برادر. بفرمایید. برنامه‌تون بسیار برنامه جالب بود که ما مدت خیلی مدتی شما را گوش میکنیم. یعنی گرچنده که جوان هم که باشم در مو تاجیکستان هم وقتی رئیس حزب بودن تا نمیشه صحبتاتون رو گوش میکردیم. بسیار برنامه جالب، بسیار پسند اومد. من مثل اون برادری که کمتر پیش صحبت کرده بود میخوام که یعنی تمام برادران مبارز یک جا شوند، یعنی ملت باز هم بیدارتر شود. مقصد تسترک از این مقصد مهاجری و از این غریبی ها جمع شویم، مردم تاجیک برویم در مملکت خودمان زندگی کنیم. همین رو خواهش داریم. چون من مدت سال که دوستاد در شهرهای یعنی غریبی هستم، با خاطر فرزندام اومدم همینجا مثال غریب شده ایستادم. فرزندام که چون که یک علم اسلامی با آموزم گفتم اومدم همینجا صبر کرده ایستادم. منتظرم که کی انقلاب میشه و رویم در مملکت خودمون زندگی کنیم. همین قدر. سلامت. اگر 100 سال دیگه هم در همون خارج منتظر شدید برادر، هیچ در تاجیکستان تغییرات نمیشد مگر اینکه بیاید وارد مبارزه شویم، همه با هم تلاش کنیم. و بعدا توصیه من این است الحمدلله که هممون مسلمانیم، آموختن علم اسلامی، تربیت اسلامی گرفتن این وظیفه دینی ما است. هر کس باید این کارو بکند. اما فراموش نکنید با فرزندان تربیت علوم دقیق، علوم دنیوی و علومی که برای زندگی و برای آینده کشور مهم است، اونها رو هم فراموش نکنید برادر. خداوند نگهبان کنه. رحمت خداوند سربلند باشید. خب همکاران عزیز، اینجا دیگر صحبت امروز رو به انجام میرسونیم و منم فکر میکنم اگرچه صحبت خیلی علمی نبود، متاسفانه بازم بعضی‌ها تلاش کردن که سمت صحبت رو باز بکشونن به همون سوال‌های دائمی که از قبل دارن، اما اونا هم لازمن، اونا هم جزء همین جامعه هم باید شنیده شوند و آهسته آهسته انشالله با این صحبت‌های خوبی که مردم عزیز کرده ایستادن اونا هم تربیت میشوند. و سوال هنوزم باز باقی میماند که آیا ما مسلمان ها باید تا آخر در یک زیر یوغ دیکتاتورهای خودمان باقی بمانیم یا ما سزاوار یک حکومت ها، رهبرها و جامعه های آزاد دموکراتی هم هستیم مثل تمام بشریت؟ نتونستیم متاسفانه در این صحبت تا آخر ما جواب پیدا کنیم، ولی امیدوارم که در صحبت های بعدی همین گونه بحث خوب خواهد شد و آهسته آهسته ما به یک نتیجه، به یک خلاصه خواهیم رسید. تا صحبت های بعدی یک شما رو به پروردگار عظیم الشان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.